سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و عزیزان، کسایی که ما رو نگاه میکنن. امیدواریم که خوب خوش و خرم و سلامت و برقرار و پایدار، با سر بلند، دل خوش، موفق، خوشبخت، همه آرزوهای خوب برای همه دوستان و عزیزان داریم. با یه اپیزود دیگه با علیرضا جان گل در خدمت شما هستیم. یه سلام علیکم علیرضا جان، شما برو. در خدمتیم. سلام، منم سلام میکنم خدمت شما، خدمت رپر معروف استاد شهرام سلام میکنم. امیدوارم که همینجوری هر روز به تعداد لغت هایی که برای سلام علیک میکنه اضافه بشه. امیدوارم که امیدم بد نیست، دفعه بعد یه چیز جدید اضافه میکنم. کیک‌های نوشیدنی و یه چیز دیگه اضافه کنید. دقیقاً. و اینکه امیدوارم که خوب باشین همه و اینکه بریم چه خبر. امیدوارم دفعه خیلی جذاب بشه. خیلی خبر زیاد. اوه تا دلت بخواد اخبار داریم. اصلا یه صدبرگ به نظرم گذاشتی اینجا. آره دیگه، ببینید زحمته، یعنی تقریبا 17-18 صفحه براتون اینجوری هایلایت پرینت سنگین، یعنی واقعا زحمت کشیدید. اطلاعات بهتون میدیم، دیتیل عشق بکنید در رابطه با جام جهانی، مشخصا مفصل در رابطه با تقریبا میتونم بگم یک ساعت پیش قهرمانی 48م مسی اینتر میامی قهرمان شد. یه توضیحاتی در رابطه با اون خواهیم داد. استقلال پرسپولیس و سایر ورزش‌ها کبدی ولی نیست توش دیگه. کبدی این دفعه نیست. این دفعه کبدی نداریم دیگه. خب بفهم شما بفهمید. من سوال عزیزان، ببین خیلی از عزیزان میدونی که کامنت ها زیاده. من همه کامنت ها رو خوندم، تقریبا 200-300 هزار تا کامنت بود. عالی شد، خیلی چقدر واقعا. آره من همه رو خوندم. یه سوالی که بود میگفتن آقا جواب این داستان کشمش رو به ما بدین دیگه. هیچکی جواب نداده بود. یه نفر از کامنت ها درست جواب داده بود. واقعا درست جواب داده. حتما بهش رسونده بودی. من که نمیشناختم کی بودش. ولی واقعا نمیدونم کی بود. گفتم شاید از رفقای شما باشه. من متأسفانه وقت نکردم همه کامنت های 200-300 هزار تا رو بخونم. 3-4 تا اول خوندم، توشون نبود. ولی دوستای من خیلی دوستای که فقط من میشناسم خیلی انقدر استعداد نداره. احتمالاً دوستای شما یه بار نگاه می‌کنیم آره ببینیم چی بوده. با کمال احترام به دوستای خودم شوخی کردم، ببردن فعلا فوش مش ندیدم. خیلی ساده بود استاد، به دلیلی که من می‌خواستم که کوالیتی یا همون کیفیت کار ثابت بمونه و با توجه به اینکه شما خیلی رو موضوعات حساسی، وقتی که نوشیدنی آماده شد شما احساس کردیم که بخوای یه مقدار یه ریویو دیگه کانتنت رو بکنی. برای همین ما مجبور شدیم این نوشیدنی ها رو یک مدتی در یک فضای سردی نگه داریم. دوستان میدونن حتما که وقتی که شما 2 تا ظرف داری که عین هم دیگه، یعنی سیاه و سفید نیستن، برای اینکه بتونی یک فرقی بینشون ایجاد کنی باید از یک مشخصه نشونه استفاده کنی. این نشونه در نزدیکترین کشمش بود. کشمش از تو ظرف برداشت انداخت توی لیوان خودش. اینجا مسئله حل شد. وقتی آورد کشمش داشت و مشخص شد اونی که کشمش داره مال منه و اونی که کشمش نداره مال شهرات، که اون کشمش اتفاقا بلای جون من شد. اگه تو اپیزود دقت کرده باشین رفت تو نیگیری کرد و من هر چی کشیدم این متاسفانه بستنی نه، بستنی من آب شد. عجب. این بده. اینجاست که میگن اگه کیش بیش میذاری فکر بعدشو بکنی. اینم از این. بسیار عالی. نوشیدنی هم معرفی می‌کنی علیرضا جان؟ حتما. با توجه به اینکه شما در 48 ساعت گذشته خیلی سنگین کارهای ورزشی کردی، از جمله 12 ساعت گذشته. آره کارهای خودت بگو استاد کجاها بودی؟ کسی فکر نکنم یا اصلا بتونه فکر کنه تو کجا بودی. غیر از دوستانی که میدونن حقیقت داستان، ما یعنی تقریبا فکر کنم 2 هفته پیش بود، اگه خاطرتون باشه تو اپیزود فکر کنم 4-5 تا پیش بود، زمانی که داشتم از زاگرب برمیگشتم با دوست عزیزم آقای پیمانخان بابایی بیابانی در واقع ما آشنا شدیم و خلاصه اونجا دیگه با هم سلام علیک و تو فرودگاه تو هواپیما دیدم ایشونو. دیگه همینجور ادامه پیدا کرد. تو فرودگاه فرانکفورت هم تو با هم دیگه صحبت می‌کردیم و دیگه خلاصه اومدیم اینجا. چند روز پیش برای من اس دادن که یه دوره دارن کلاسایی رو برگزار میکنن تو جاش هم نگم من الان داشتم از این جاشو لو میدادم. نه برای میدونی چرا؟ برای که میخوام بیان فیلم و عکس بگیرم. دقیقاً وقت سخت میشه، اصلا داستان میشه. البته هر کسی بخواد من میگم که کجا میخوان بیان تامین. کامنت بذارین استاد مستقیم بهتون میگه کجاست. دایرکت بدین. دایرکت. آره یوتیوب دایرکت نداره ولی فکر کنم دایرکت هم بکنی. آره خلاصه بعد دیگه چی ایشون گفته، ما هم گفتیم آقا من حقیقتش هر جفت زانوام رباط صلیبی پاره، مینیسکا هر جفت پارگی درجه 2. اون موقع هنوزم مایچه پای خوب نشد. میتونم بیام؟ گفت آره. آقا ما هم از خدا خواسته دیگه گفتیم آقا بریم. من که یاد چندین بار فکر کنم شده 1-2 بار گفتم اینقدر من عاشق کشتی هستم، اینقدر مثلا خب بالاخره از اطلاعات این ور خبر دارم، ولی هیچ وقت نشد پامو رو دوشک کشتی بذارم. به به. بعد این فرصت داره پیش میاد.
و گفتم چرا که نه. چه سعادتی از این بالا. یه دونه بریم توی فلسفه. بریم. یه لحظه بریم توی فلسفه. میگم آدم‌ها واقعا چرا یه بار زندگی می‌کنیم علیرضا؟ آفرین. واقعا اگه میتونه آدم یه کاری که دوست داره، البته نمیگم آدم هر کاری دوست داره انجام بده، کاری باشه که خلاف چه میدونم عرف و نمیدونم قانون و در واقع این داستانا نباشه، کاری باشه که به کسی حق کسی رو نخوره، به کسی ظلم نکنه. اگه کسی کاری باشه که مشکلی ایجاد نمیکنه، چرا آدم انجامش نده؟ یه بار زندگی میکنیم لذت ببریم. واقعا دوست داشتم حالا شاید برای بعضی‌ها مثلا خنده‌دار باشه، ولی خیلی دلم می‌خواست یه برم در حال کشتی بگیرم ببینم چه جوری اصلا فضاش اینا. خلاصه جالب بود دیگه. رفتیم یه سری تمرین رو وقتی می‌خواستم وارد بشم هم اینجوری رفتیم دوشک. حالا تعدادم زیاد 30-40 نفر خارجی هم بودن توشون اینا، ولی گفتم من دوست داشتم اینجوری برم. اصلا میشه داستان تولد یک اسطوره. آره به خود تو 51 سالی می‌بینیم با نقی معمولی کشتی می‌گیریم. خلاصه اینجوری شده که پس شما رفتی کشتی گرفتی. آره و واقعا علیرضا بگم حالا البته که اصلا من اینجوری نبود که چون تمامشون بین مثلا 15 تا 17 18 سال بودن، از 13 14 سال تا 15 مثلا تا 17 18 من همه رو نتونستم واقعا باشون، یعنی اون تمریناشون واقعا سخته. من آدمی نیستم که مثلا ورزش نکرده باشم یا مثلا چم از فوتبال نمیدونم حالا شنا که خب دیگه به اون صورت حرفه‌ای نمیدونم والیبال، بسکتبال، پینگ پونگ، تنیس، همه چی اینا رو ورزش کردی، این اصلا این چیزی. یعنی ببین اومدم واقعا دستم بالا، یعنی با یه عالمه چون فردا یعنی به فاصله کمتر از 12 ساعت بعد میرفتم هفت، یعنی این ساعت 8:30 شب تموم شد، 7 صبح تنیس داشتم. بعد اصلا بالا نمیاد، بعد خیلی باحال بود. یه عالمه پله بود اومده بودم پایین، حالا بعد میرفتم بالا، وسطش دیگه پای جون نداشت اصلا. یعنی اصلا این کار احساس می‌کردم خیلی فشارش خیلی سنگین بود. البته شاید یه ذره من زیاد روی کردم ولی خیلی باحال بود. گفتم با یه پسر 17 ساله دیگه قشنگ هی باید میذاری زیر کتف و اینا. حالا اول چیزی که بلد نیستم که کم تئوری خوب میدونم تئوری قشنگ میدونم، حالا یه خم چیه، دو خم چیه، سوبلس چیه، اینو باید چیکار بکنیم، فیتیله رو چجوری جمع بکنیم، خلاصه دو دست سالتو بزنیم، این کارا همه رو تئوری بلدم. دو کت سالتو بزنیم خب. ولی آره دیگه ببینیم چی میشه، ولی خیلی جذاب بود. بعدش هم که تنیس و دیگه خلاصه امروز هم که در خدمت شما، یعنی امروز این داستان مال تنیس هم که صبح امروز بازی عالی میشه. ان شاءالله فردا هم یه پینگ پونگی بازی کنیم شاید اگر بشه، اگه بعدن جواب بده. برای اینکه شما بتونی آماده بشی برای پینگ پونگ فردا، نوشیدنی امروز برای اینه که املاح از دست رفته شما به شما برگرده. دست شما درد نکنه. طبیعی ترین نوشیدنی که میتونه املاح طبیعی یک انسان رو به یک انسان برگردونه چیه؟ آب نارگیل. بس به سلامتی شما و همه دوستان مخلصی. من فقط اون بحث فلسفی که شما فرمودی رو یک کمی هم دارکش کنم، یه جمله خیلی کوتاه بگم و بریم تو بحث. عالیه. آقای استیو جابز رو میشناسید؟ بله کاملا در خدمت. آقای استیو جابز یه سخنرانی خیلی معروف داره تو دانشگاه استنفورد که در مورد فلسفه زندگیه. یکی از صحبتایی که میکنه میگه که من یکی از کارهایی که میکردم تو زندگیم که شنیده بودم از قبل این بودش که هر روز صبح که پا میشدم میرفتم تو آینه نگاه میکردم و به خودم میگفتم این آخرین روزیه که من زندگی میکنم. این بالاخره یه روزی اتفاق میفته. یعنی هر روز پا میشدم و اینو تو آینه به خودم میگفتم، اینو هر روز به خودت بگی یه روزی همون روزی که این اتفاق خواهد افتاد دیگه. چقدر جالب. آره و میگه که به خاطر همین همیشه یعنی چون این اتفاق میفته این بهم کمک میکرد که وقتی صبح پا میشدم بعد از این اخوام سوال کنم آیا کاری که دوست داشتم کردم، چون امروز میتونه آخرین روز زندگیم باشه، آیا تا الان کاری که دوست داشتم انجام دادم یا هنوز یه لیستی دارم که انجام ندادم. و اگه چند روز پشت سر همین سوال از خودم میپرسیدم و احساس میکردم که اون کار انجام ندادم، احساس میکردم که باید یه تغییری ایجاد کنم. در نتیجه شما الان یک قدم بزرگ در راستای اینکه یه چیزو یه تیک بزنی رو انجام دادی و من خوشحالم. حالا من بعد برم ببینم تو لیستم چی دارم، زیاد دارم. لیستم بزرگه، بعد توش یکی رو بردار. شروع کن. دارک شد. نه خیلی عالی شد. حالا اینو در اون پادکست ای آی اون شاید یه سری از این فلسفه اگزیستانشال یا فلسفه زندگی هم یه ذره توش بیاریم. شما کم کم دیگه باید البته میدم سر بسیار شلوغه. اصلا الان شما زمان برای نفس کشیدن هم تازه نداری، ولی به قول من دو کت سالتوی دیگه، ولی ان شاءالله یه دونه از اینا تهیه کنیم. زودی آماده شده. آره آماده کردم. ولی فریم چی میگن اون چارچوبشو آماده کردم و الان منتظرم که کانتنت و شروع کنیم. ان شاءالله. بسیار عالی. خب بریم آقا. بپر.
جذابترین بحث ما در ارتباط با جام جهانی، یک عالمه اطلاعات در ارتباط با جام جهانی گذشته، آمار، تاریخ، همه چی بهتون خواهم داد. همونطور که خدمتتون عرض کردم میخوای با این شروع کنیم. با این شروع کنیم. همین تازه است. تازه یک ساعت پیش دقیقاً بازی اینتر میامی و ونکوور وایت کپس انجام شد. ما بالاخره به عنوان ونکووریا طرفدار ونکوور بودیم، هرچند که دلمون برای مسی میتپید. دلمون میخواست جودی آلبا و خدمت شما عرض بودکس که آخرین بازیشون بود و بعد از این امروز خدافظی کردن یه قهرمانی دیگه هم داشته باشن. بنابراین خیلی هم ناراحت نشدم. چه گریه‌ای میکرد جودی آلبا بغل مسی دست راست چهرهشو دارین میبینید، پایینترش هم که بودکس هستش که و خود دیپال هم اونجا بوده. جالبه که عکس چیزو گذاشتن، سوارز نذاشتن. سوارز هم گذاشته اینا. آره سوارز هم هستش. البته بازی نکردیم. آره آقای دیگه به اسم آینده اون فکر کنم چی آینده. آره چند روز خیلی بازیکن خوبیه. دقیقاً. و این جالب براتون میگم 48مین قهرمانی مسی بود که رکورد رو زده. یعنی الان که یعنی رکورد خودش رو داره افزایش میده. اگر اشتباه نکنم قبل از اون دنی آلوز بوده که 45 تا یا 46 تا قهرمانی داره. فکر میکنم، مطمئن نمیخوام میگم یا 45 یا 46، ولی میدونم چون چند وقت پیش رکوردش رو زد. و این عملا ببینید واقعا علیرضا این تاثیر یک بازیکن بزرگ در یه باشگاهی که شما حساب بکنید که تا قبل از اومدن مسی داشته برای بقا می‌جنگیده که فقط حذف نشه، همیشه رتبه‌های آخر بوده. اومد تو همون سال اول توی حالت جام حذفیشون قهرمان شد و تو سال دوم قهرمان کل آمریکا و کانادا، آمریکای شمالی شد، یه MLS شد. اصلا بی‌نظیره واقعا. یعنی تاثیر این آدم خیلی واقعا برای من جالب و جذابه، چون ببین همین اتفاق برای رونالدو هم افتاد. حالا ما طرفدار مسی هستیم یه زیرابی داریم شاید ازش میزنیم، ولی نتونست دیگه. تازه اون تیم النصری که خودش سوم چهارم بود، النصری که نه برای بقا بجنگه و اون هم هزینه کردن ولی باز نتونستن. ولی بی‌نظیر بود واقعا، خیلی به نظر من. البته ببین یه آره دقیقاً این که مسی واقعا کارو جمع میکنه درسته. یعنی مثلا اون موفقیت پپ گواردیولا هم شاید یه قسمت بزرگیش به خاطر وجود مسی بود، ولی من از اون طرفم خیلی‌ها میگن پروژه بکامه. به هر حال بکام هم توی اینتر میامی هست و اینکه به هر حال این دیوید بکام هم یعنی میگن که این پروژه اینتر میامی یه ذره پروژه دیوید بکامه. ببین آره پروژهش بوده، این رفت مسی رو آورد و قبل از اونم بازیکن دیگه و حتی بازیکن دیگه، ولی تیم‌های دیگه هم خیلی خوبن. یعنی همون الی که اینا زدن سونگو داره، همین ونکوور واکس مولر رو داره، یعنی بقیه هم بیکار نشسته بودن. و خب مثلا خیلی جام اینا باختن، یعنی اصلا اینجوری نیستش که واقعا یعنی لیگ رقابتی بوده، لیگ جزایی بوده. ولی میگن یعنی کامبین یعنی مجموعه دیوید، یعنی اون مستر، اون دقیقاً معرف اون فکر، اون تفکر دیوید بکام و آوردن مسی و یعنی اینکه دقیقاً مسیر درستی رفته و خب یه بارسلونا آرژانتین دوی ساخته توی اینتر میامی دیگه. دیپال آورده قشنگ گذاشته، همون بازیکنی که شما گفتی که الان حتی امیدش هست بیاد آینده فکر کنم آینده بیاد تو تیم ملی آرژانتین. ولی خود اصلا خاویر ماسکرانو مربیشون، اینا همه بارسلونا بودن، همه بچهای بارسا دیگه که پیر شدن اومدن اینجا. واقعا گل دوم یعنی گل دوم اینتر میامی رو دیپال زد و اون کسی که داشت گزارش میکرد توی اپل تیوی خیلی بامزه بود. دقیقاً حرف شما بود، گفتش که مدت‌ها دیپال بوده به عنوان بادیگارد مسی و حالا مسی ریترن د فیور واسش برمیگرده یه پاس گل بهش میده که دقیقاً این اتفاق افتاد، یعنی پاس گل مسی داد. آره ولی خب میگم واقعا میگم دقیقاً البته که قطعاً اگر پروژه برنده نبود، اگه حالا اون کاری که بکام کرده نبود اصلا شاید مسی نمیومد. یعنی اون پروژه رو دیده و واقعا بهش اطمینان کرده و اومده این کارو درآوردن. خیلی عالیه، خیلی خوبه. حالا برای من الان یه سواله، بفرمایید. از امروز تا 6 ماه آینده مسی چیکار خواهد کرد؟ آیا میمونه؟ چون میدونی که الان صحبتایی بود که برگرده بارسلونا، برگرده. این قبلا هم این کار کردن، زلاتان این کار کرده، خود بکام این کار کرده، برای اینکه باید بازی کنه که آماده جام جهانی هم باشه دیگه. اینه که نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد. تا فوریه هم که اینا بازی ندارن اگه بخوایم اینورم نگاه کنیم. اینی که ببینیم چی میشه. این اولین خبر ما بود. دومین اگه موافق باشه علیرضا جان بریم سراغ استقلال پرسپولیس. دارک شد، سخت شد. اولا که تو این کامنت ها و اینا چقدر از شما تشکر کرده بودن رفقای پرسپولیسی ما. خواهش میکنم. اصلا گفته بودن یکی دو تاشون اصلا شماره می‌خواستن که شخصی تشکر کنن. ما نه خدمت. والله به خدا اصلا ما کاری نکردیم. ما فقط اون روح بزرگ تیم رو دمیدیم تو پادکست. هیچ دیگه. بیا الان دیگه اصلا نمیشه جمعم کرد اصلا. من وقتی بگیرم کارو ول نمی‌کنم. آره دیگه. آقا خلاصه میگن که دیگه غیر از چی نوشته بودن که آقا خلاصه
نذاشته بودی که ما از جاده عدالت خارج شیم. آفرین. من نمیذارم. عدالت همینه. تیم بزرگ، تیم مردمی پرسپولیسه. ولی بابا چیکار کردین؟ خدا رحم که تون کرد نواختین دیگه. خدا رحم نه تو رحم چی؟ ما این چیزا عادت نوشته شده. ما میدونیم که نمیبازیم. ما میریم جلو استقلال برنده میریم تو. ولی نه باید میباختیم. حالا بگذاریم. اگه بخوایم واقعیت بهتون بگیم، چون میگم وقت یه مقدار محدوده، خیلی اطلاعات هست، نمیخوایم زیاد بریم توش، مگه باید کری رو ادامه میدادیم. واقعا بازی بسیار کسل کننده، اصلا دو تیم بسیار محتاط، میخواستن فقط در واقع گل نخورن. بود تو 20 دقیقه اول دیدم پرسپولیس مثلا یه 3-4 تا حمله کرد، بعد از اون استقلال یه 4-5 تا حمله خوب داشت، موقعیت خوب خطرناک هم داشت، ولی خیلی بازی در واقع میگم بدون هیچ گونه جذابیتی و فقط میدونی البته یه جورایی هم حق که نمیتونم بگم حق میدم، میخوان نبازن دیگه، چون میگه آقا اگه ببازن بیچاره‌ام. بله. به خاطر همینه که خیلی محتاطانه اصلا راضی بودن که آقا این بازی 0-0 تموم بشه. حالا نمیدونم واقعا بازی برگشتن باز همینه یا یه حرکتی میزنن نمیزنن، چه اتفاقی میفته خدا میدونه. ولی این بازی که اصلا بازی خیلی چیز قابل تحلیلی نداشت. حتی جالبه توی یکی از این صحنه‌ها دیدم که مالکیت تو اگه اشتباه نکنم 50-50 بود. همه چی مساوی. آره یعنی اینا میگن آقا ما این ور شما نه، ما با هم دیگه کاری نشته باشیم، به خیر خوشی بگذره. ولی من که خیلی جذاب نبود. به خاطر همین زیاد وقت نذاریم اگه روش بگو. شما تا حالا تو هیچ جای دنیا دیدی دربی یه شهر دیگر رو ببرن توی شهر دیگه برگزار وای مرسی که گفتی. سوال ها برام پیش اومده. فاجعه یعنی یکی از دلایل فکر میکنم اصلا این که اینقدر فاجعه بود. ببین الان من یه چیزی به شما بگم، حالا تو آخرین اخباری مسابقه کشتی قرار برگزار بشه تو جام باشگاهی ایران که احتمالاً تو سالن قرار مسابقه هم توی استادیوم آزادی 12,000 نفر 12,500 نفر میرن اونجا کشتی رو ببینن. اولین باره که مسابقه کشتی از فوتبال بیشتر جمعیت میره. اصلا خجالت آوره. حالا به خاطر مسائل سیاسی که احتمالاً نمیخواد آدمو جمع بشه زدن اونجا رو خراب کردن. حالا باشه میگیم آقا اصلا استادیوم آزادی خراب، میرفتن اصفهان، میرفتن شیراز، رفتن استادیوم عراق، کل جمعیتی که بازی رو دید 8600 نفر بود. یعنی واقعا مسخره است. پادکست ما رو بیشتر میبینن. به جان خودم حالا ان شاءالله ظرف 1-2 سال آینده بیشتر میبینن. 1-2 ساعت آینده. 1-2 ساعت آینده. آره نه اصلا خیلی این بده. یعنی فقط میخوان که کسی نره، چی میگن به قول معروف مسئله سیاسی نشه، حالا مردم شلوغ نمیدونم. ولی اصلا یکی از شاید واقعا دلایلی که اینقدر این بازی کسل کننده بودیم که اصلا با ما دربی داشتیم 120,000 نفر میرفتن و اصلا اون هیجان و اون شور و اون زیبایی از اونجا میاد. ببین یعنی من فوتبال صنعته. یعنی الان دیگه واقعا زدی وقتی تو بازیکن حرفه‌ای داری یعنی صنعت، یعنی داری سرمایه‌گذاری می‌کنی توی صنعتی که اون صنعت باید سودده باشه. خب اصولا سوددهی یک صنعت اینه که شما بتونی توجه جلب کنی دیگه، یعنی بتونی آدم بیاری، آدم ببین. خب یه بازی رو میبری عراق، کلی توجه رو ازش کم می‌کنی، بعد نمیدونم اصلا خیلی پیچیده، جمعیت رو کم می‌کنی، درآمد بلیط فروشی رو کم می‌کنی. اصلا ببین میگم تعامدی در این کار هست که این اتفاق بیفته. یعنی یه چیز عظیم خوبی که داشتیم اینو دارن خراب میکنن و متاسفانه فساد به طرز عجیب غریبی اصلا عجین شده تو فوتبال. آره یعنی آره دیگه. بعد اون اتفاقا من داشتم برنامه همین آقای فردوسی پور رو نگاه می‌کردم. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که خب انقدر پول بزرگ به این فوتبالیستا تو ایران میدن، یعنی پول زیاد میدن. این پوله چون میدونی این پوله حاصل یک صنعت سالم نیست دیگه. پول حاصل حالا از یه جایی داره میاد، از یه زمینی داره میجوشه. تو یه پول گنده میگیری برای یک تلاش کمی و این باعث میشه که تو خب بازیکنی هم نسازی. یعنی ما واقعا نگاه کنی نسل بعدی آنچنان دیگه نداریم. یعنی این سازندگی استاپ بگو، چون مثلا بازیکنه بعد بره اروپا. الان نگاه کن ما عملا فقط یه بازیکن داریم تو اروپا شاغله تو تیم ملی جدی، اونم فقط طارمیه. میدونی یعنی خیلی جهان بخش هستش که رفته خب تیم 14 مثلا به قول تو بلژیک رفته یا مثلا روسیه داریم. یعنی خوب بازیکنی که یه زمانی تراز اول فقط طارمی. آره اون موقع آره دیگه مثلا تازه اون خیلی هم باز البته خوبه دیگه. حالا باز مثلا اوکی، ولی خب مثلا اون زمان نگاه می‌کنی دایی بود، کریمی بود، مهدوی‌کیا بود، هاشمیان بود، اون شجاعی بود، کریم باقری بود، اون چیز نکونام بود، همه بودن. نصف تیم من تمام اصلا فیکس تیم همه تو اروپا بازی می‌کردن. چرا؟ به خاطر اینکه پول تو ایران کم بود
بعد مثلا اینجا. ولی خب الان ایران و امارات عملاً مهم پول است دیگه. پول وقتی از تو ایران و امارات جمع میشه تو برای چی به خود فشار بیاری؟ یعنی اصلا دارن تو ایران دیگه اصلا اینا نمیخوان. مسئله اصلی اینه که یعنی تو باید بری تو اروپا فشار بدی. آره دیگه، تمرینات سخت، پول کمتر. دقیقاً اینجا دقیقاً تو به یه لولی میرسی، هم توجه داری، هم فلان داری، هم پول. شب میری قلیون رو میکشی، صبح بازی میکنی. بازی تو میکنی، پولم که همینجوری اوورت برات میاد از اونجا بیشتر. آفرین زیبا شد. این بده. اینا بده. خب علیرضا اگه موافق باشی بریم سراغ جام جهانی. دیروز قرعه کشی جام جهانی انجام شد. قرعه به ناممون افتاد. در یک مراسم به نظر من خیلی زیبا نبود. نیم بند. خیلی ایراد گرفتن، خیلی حتی گفتن شرم‌آور بوده، خیلی ایرادات مختلفی. از اینکه انقدر این آقای اینفانتینو اومد با ترامپ ای قربون صدقش رفت، هی نمیدونم اصلا من یه نیم ساعت یه ساعت اول که گذاشت من نفهمیدم این جلسه مال در واقع قرعه کشی فیفا یا یوانه. هی نمیدونم این چیزو بردار بیار، این کارنی کانادا رو بیار و رئیس جمهور مکزیکو بیار و اینو بیار. بعد یک ساعت فقط از این تعریف بکنه که این چقدر جنگو تموم کرده فلان کرده، یه جایزه صلح. اصلا به تو چه ربطی داره؟ داری فوتبال برگزار می‌کنی. بعد مثلا میخواد هیجان الکی بده، اون صحنه خیلی زشتش مثلا همه تماشاگر زور کرده بگین آمریکا یا مثلا کانادا مکزیک. اصلا و بعد اجرای خیلی ضعیف که خیلی هم گیر دادن به ریو فرنینداند که اومده، اونم باش مثلا واقعا میتونستن خیلی بهتر باشن. یکی از نکات مثبتشی که مثلا من خوندم این در واقع اولین موسیقی که گذاشتن که مال چیز بود، ای خدا چه اسمش یادم رفت، این بده این آقایی که نابیناست، مال ایتالیاست. بله الان بهت میگم، بوچلی. بله آندره بوچلی اومد، اون خیلی زیبا بود. بعد از اون واقعا شوخی‌های بی‌مزه، خیلی کارو خوب نتونستن در بیارن به نظرم، ولی به هر حال مهم نبود، واقعا هیجان داشت. یعنی من هیجان زده بودم، همه هیجان زده به خاطر به خاطر بفرمایید. من واسه من بوچلی خوشم نمیاد چون برای سینر یه آهنگ خونده. من واسه سریع بگم که من بوچلی خیلی دوست داشتم ولی الان دوستش ندارم چون برای سینر یه آهنگ خونده. به نظر آهنگش هم نگاه نکنید، خیلی آهنگ جذابی نیست. که من با جوکوویچ دارم ایشون با سینر داره. تموم شد. ان شاءالله با استرالیا میزنیم. یعنی ولی من یه خبر بد برای شما دارم. خیلی بد دارک شد. بگو. آره خبر بد اینه که تا 12 سال تا 13 سال آینده هر زمان تنیس نگاه می‌کنی استرس خواهی داشت، اعصابت خورد خواهد شد. یعنی من وقتی این جوکوویچ می اومد اعصابم خورد، یعنی هضم میشد، من دیگه خیلی راحت نگاه می‌کردم تا این میخواد بیاد بالا. یعنی قشنگ حس منو به نظرم 12 سال با خودت هم خواهی کرد. آفرین. ولی به لطف و مرحمت بچهای ماتادورای اسپانیایی ما یه بازیکن داریم که ان شاءالله بتونه یه ذره ما رو خوشحال کنه. نه ببین آخه مشکل این نیست، مشکل اینه که اینا تا فینال میان. آره یعنی تو تا فینال زجر میکشی، بعد فینال هم با استرس نگاه میکنی. حالا بزنه خوشحال میشی، خیلی هم میره رو هوا، ولی استرسه. حالا فکر کن من از وقتی که جوکوویچ میدونم نمیاد یه ذره اصلا لذت دارم میبرم. میشینی تنیس راحت. آره میشم نگاه میکنم آخش این که نیست، حالا بشین نگاه. دارک شد. من قهوه‌ام از این پایین میارم بخوام دیگه. من ببخشید خیلی مثل استاد ورزش نکردم و همین با قهوه و ادینا قهوه است فقط قول میخوام باز کنم. درست بریم استاد. آقا خدمت شما عرض کنم که قرعه کشی انجام شد. من می‌خواستم اول بازی تیم ملی ایران رو بگم که میذارم بعد میگم، ولی بریم از چیز. اومدن اولین کاری که کردن سه تا در واقع من یه توضیح خدمتتون بدم. 4 تا سید داشت، یعنی 4 تا گروه بود. تیمایی که رنکینگ 1 تا 9 رو داشتن آوردن گذاشتن تو گروه 1، تو سید 1 به علاوه 3 تیم میزبان که در واقع مکزیک و آمریکا و کانادا بود. اینا شدن 12 تا. از شماره 9 تا 21 اومدن تو سید 2 که ایران تو سید 2 بود و بعد 12 تایی بعدی و 12 تایی بعدی. حالا 6 تا تیم هستن که هنوز نیومده بودن. 4 تاشون تو پلی آف اروپا بودن، 2 تاشون هم تو پلی آف قاره‌ای بودن. اونا هم رفتن تو سید 4 نشستن. حالا میخوان قرعه کشی کنن. اومدن کاری که کردن از هر گروه، از هر یه سید یک نفر میره توی این گروه وای میشه سرگروه اونا. درسته؟ و بعد میاد میشینه تو بعدی همینجور ادامه پیدا میکنه. یعنی 12 تا سرگروه مشخص میشه، بعد میرن از سید 2 میاد تیمای دوم، بعد سید 3. خب اول از همه اومدن ستای اول رو گذاشتن. یه چند تا نکته وجود داشت که باید خدمتتون عرض کنم. هیچ تیم آسیایی نمیتونست 2 تا تیم آسیایی توی گروه باشه. بله. آفریقایی، آسیایی، آمریکای جنوبی نمیتونستن. اروپایی میشد 2 تا از، چون اروپایی 16 تا تیم بودن، میشد 2 تا تیم اروپایی توی گروه باشن. این بود که بعضی موقع می‌دیدی که مثلا باید میرفت تو گروه F یا میرفت تو گروه مثلا L، برای اینکه اونجا نمیشه. اومدن ستای اول قرعه کشی کردن، مکزیک شد A، کانادا شد B و آمریکا هم شد D، نرفت C. حالا اونم باز
به دلیل اینکه خب اگه میرفتی باز داستان قرعه کشی همین تداخل‌ها ایجاد میشه. خب اونو گذاشتن و بعد از اون گروه‌ها رو سرگروه‌ها رو مشخص کردن. بعد تیم دوم، من یه مقدار حالا به خلاصه بکنم، ما بریم سراغ گروه اول. مکزیک، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و برنده پلی‌آف دی اومد تو اینجا نشست. پلی‌آف دی کیا هستن توش؟ دانمارک، مقدونیه، ایرلند جنوبی و چک. اینجا سخت شد. شما یه پیش بینی بکن. چک رو شما میگی. من با این هیجانی که ایرلند شمالی داشت، حقیقتش شاید فکر کنم بگم ایرلند جنوبی. ایرلند جنوبی اونو بگم، ولی دانمارک هم تیم خیلی قویه. ولی چک. ولی شما ایشون با چک میره، من با ایرلند جنوبی میرم. آره. ببینیم چی میشه. یه پاول مدوف که تو یوونتوس بازی می‌کنه. آره. دقیقاً. اونو دوست داشتم. من به خاطر چکو میری. آره. من با هرچند فکر می‌کنم دانمارک میره، ولی با ایرلند جنوبی به خاطر اون واقعاً هیجان و شور اشتیاقی که آوردن. دانمارک اومد شما بستنی بده، یعنی چک اومد شما بستنی بده، دانمارک اومد من بستنی بدم. من یه جسارتی بکنم. ما بستنی بده کاری. شما بستنی قبلی رو دادی؟ دو تا میشه، یا دو تا میدیم یا صفر میشه. من که دارم میگم ایرلند جنوبی، بعد شما میگی چک؟ آره دیگه. من اگه چک اومد شما بستنی میدی، اگه ایرلند جنوبی اومد من بستنی. عالیه. رفتیم. اینم بس. اینم یه شرطی بستیم. همین رو هوا. آقا بریم گروه بی. میدونی ما کم کم داریم شبیه اون یارو سایت میشیم. چیه کالچیه چیه؟ یه سایتیه که رو همه چی شرط بندی میکنه. مثلا فرض کن هوا 4 روز دیگه گرمه یا سرد، یه شرط می‌بندیم روش، اسمش کالچیه یا کالچی. به حال تو آمریکاست. اگه دوست داشتید نگاه کنین رو هر چیزی شرط بندی. مثلا در 5 سال آینده مثلا این میاد یا اون میاد، نمیدونم 4 تا لیدر برتر دنیا، خونخوارترین آدمای دنیا کیان، اینه یا این شرط می‌بندن. اینجوریه. چجوری تعیین میشه آخه؟ مثلا دیگه خونخوارترین، نه خونخوارترین حالا چیز گفتم، ولی اصلا هر چیزی که یه اتفاقی قراره بیفته در آینده بیفته یه شرطی روش می‌بندن. بسیار جذاب و عالی. آره بریم. گروه بی که برای ما خیلی مهم بود، کانادا، که ببینیم با کیا میفته. کانادا افتاد با سوئیس و قطر که دارین میبینید در واقع اینجا باز هستش، و برنده پلی آف اروپای A که میتونه باشه دیگه. که این بده. اروپای A سخت شد. آره. ایتالیا توش. آفرین. این بد شد. ایتالیا، ایرلند شمالی، ولز، بوسنی. آفرین. تو میگی ایتالیا. من میگم ایتالیا. من دوست دارم ایتالیا باشه، ولی بوسنی قوی تره. ولی فکر کنم ایتالیا بیاد دیگه. زشته واقعا دیگه الان نیاد. ایتالیا نیاد بده. آره. کسی که 4 بار قهرمان جام جهانی شده، 4 بار قهرمان جام جهانی بده. پائولو مالدینی، جان لویجی بوفون. ولی نیست دیگه. روبرتو باجو، گاتوزو رو گذاشتن مربیشون. امیدوارم بیاد و خیلی جذاب میشه. فکر کنید تو گروه کانادا ایتالیا هم باشه، جذاب عالی میشه. به نظر من یکی از سخت‌ترین گروه‌ها گروه سی هستش که برزیل افتاد با مراکش و اسکاتلند و هایتی. آره. خدمت شما عرض کنم بریم سراغ گروه دی که گروه خوبی هم شد برای آمریکا، واقعا باید خوشحال باشه. آمریکا، استرالیا، پاراگوئه، برنده پلی آف بی در واقع که بین اوکراین، سوئد، لهستان و آلبانی یکیشون انتخاب خواهد شد. شما کیو میگی؟ لهستان. منم لهستان دیگه. اینم مشخصه. حداقل کیه بازیکن شماره 9 بایر مونیخ که الان بارسلون بود؟ لواندوفسکی. به خاطر ایشون. بله، به خاطر ایشون. گروه ای، آلمان، اکوادور، ساحل عاج با کراسائو. یه چیزی سری کراسائو مثلا یه جوری اصلا خیلی اسمش هم سخته. کراسائو. کشور عجیبه. یه کارتون زمان بچگی ما بود، یه چیز اینجوری توش داشت. ایکیسان؟ نه، کراسائو مثلا یه چیز بود، یه عروسکی بود که 3 تا سامورایی توش بودن. کراسائو نمیدونم. کراسائو. مثل کرواسی. ولی کشور آفریقاییه کراسائو. نه فکر کنم آمریکای جنوبی باید باشه. آمریکای جنوبیه. یا شاید هم نه، یه لحظه شک کردم. ولی کمترین جمعیت رو داره، کمترین مساحت رو داره. از کیپ ورد هم کوچیک‌تره. آره، از کیپ ورد هم کوچیک‌تره. گفتم ما بعد تیم میدادیم. داده بودیم الان رفتیم. به جای اینکه به $2,000 که شما قرار بود بلیت فروشی صحبت کنیم، پول بلیت میدادیم، $5,000 جمع می‌کردیم، 11 تا بازیکن زمین جام الان تیم ملی تموم شد. اب نداره. بریم سراغ گروه بعدی که هلند در واقع تو تاپ نشسته بود، ژاپن و تونس هست و برنده پلی آف سی که در واقع ترکیه، رومانی، اسلواکی و کوزوو. شما کیو میگی؟ ترکیه. 100%. پس فقط یه دونه با هم اختلاف داشتیم، به خاطر همینم شرط بستیم. دیگه ما یه اسم سایت کالشی بود. KALSHI. بفهم. اینو سرچ کنی پیدا. ولی ما اینجوری ما یه چیز پیدا کنیم شرط رو می‌بندیم.
بیایم سراغ گروه خودمون. گروه ما بسیار گروه جذابی شد. واقعا به نظر من این بهترین اتفاقی بود که میتونست برای ما بیفته. حتی از امیر قلعه‌نویی توی مسابقه که واقعا میثاقی داشت ازش پرسیدن بهترین و ساده ترین گروهی که میخوای بچینی برای خودت چیه؟ گفت اگر میزبان باشه کانادا، اگه میزبان نباشه بلژیک. و بعد دقیقاً گفت میخوام با مصر مثلا از سید 3 بازی کنم و آخری هم باز بین نیوزلند اینا مونده بود. یعنی نگاه کنی واقعا گروهمون گروه عالیه، ولی این به این معنا نیستش که ما واقعا بتونیم بریم بالا. حقیقتا به شما میگم، یعنی این جام جهانی همین میگن صدشون رو میذارن. بله واقعا بهترین بازیشون. خود همین مصری که الان میگن ضعیفه، محمد صلاح رو داره که الان داره تو لیورپول بازی میکنه، هرچند خیلی افت کرده. مرموش رو داره که داره توی منچستر سیتی بازی میکنه. یعنی تیم خوبیه. پس بنابراین اینجوری نیستش یا نیوزلند درست ناشناختن، ولی خب مسلما تیم خوبی خواهم بود. خیلی هم مثلا الان خوشحالن که ما از گروهی بیایم بالا. به نظر من علیرضا از گروهی اومدن بالا هیچ گونه افتخاری نیست. هیچی. آخه بعضی از گروه‌ها حتی 3 تا تیم میاد بالا. آفرین. حالا می‌خواستم اینو توضیح بدم. قدیم که 32 تا تیم بود، از هر گروهی 2 تا تیم میومد بالا، پلی آف می‌زدن. بعد می‌شدن 16 تا تیم. یعنی افتخار اینه که شما جزو 16 تا تیم باشی. حالا الان میان چیکار میکنن؟ 2 تا تیم مستقیم میان و بعد 8 تا تیم از این 12 تا، یعنی 8 تا از سومیام اگه امتیازشون بالا باشه میان. بنابراین اگر اومدی جزو 16 تا خیلی افتخار نیست. ولی علیرضا این نکته دیگه، ما اگر تو گروه خودمون دوم بشیم، چون قاعدتا بلژیک اول بشه، ما اگه تو گروه خودمون دوم بشیم قاعدتا باید بخوریم به دوم گروه خدمت شما عرض بکنم دی که میتونه استرالیا باشه. عالی شد. یعنی باز احتمال این وجود داره که این آخرین شانس نسلی که خودشو نسل طلایی میدونه و خیلی هم در واقع حالا پوز میده و اینجوری هستن که واقعا بتونن یه کاری بکنن دیگه. آخه ببین شاید اگه بهش فکر کنی تو این خودش یه انتخابیه، چون میدونی قبلا 32 تا تیم بود قبلا 32 تا، یعنی عملا شما داری یه انتخابی دیگه میری. واقعا جام جهانی جدی از موقع شروع میشه که 32 تا تیم بشه. دقیقاً این اولش باز خودش یه مقدماتی ثانویه است. در واقع اینفانتینو این کارو کرد که پول در بیاره. وقتی 32 تا تیم بود 64 تا بازی انجام میشد، الان 104 تا بازی انجام میشه. تمام شد. یعنی ببین، یعنی با قول تو خوش یه مقدماتی دیگه. یعنی اگه اومد بالا اوکی بیاد جزو 16 تا، واقعا که کار بزرگی کردی. حالا به هر نحو. آره 16 دیگه واقعا جدی کار درستی. یعنی واقعا اگه تو اومدی جزو 16 تا عالی، دمت گرم. اصلا ترکوندی سیستم رو. آره. حالا ببینیم، ولی واقعا آمار میگفتش که بدتر از ایران تا اونجایی که من میدونم، شاید اشتباه باشن، به حافظه‌ام الان خیلی اخیراً خیلی بد شده، ولی اینجوری بود که میگن که نسبت تعداد حضور به درصد موفقیت در جام جهانی ما فقط از تونس بهتریم. یعنی تونس بیشتر تو جام جهانی بوده شاید نه به هر حال، یعنی منظورم اینه که ایران با توجه به تعدادی که تو جام جهانی بوده بدترین عملکرد داشته تو جام جهانی. یکی از بدترین جزو 2 تیمی بوده که بدترین عملکرد تو جام جهانی داشته با توجه به تعداد باری که تو جام جهانی بوده. درست. یعنی ما مثلا 8 بار یا 7 بار تعداد زیادی تو 6 بار جام جهانی بودیم، ولی هیچ بار نتونستیم از چیزمون بیایم بالا. فکر کنم بیشتر از ما فقط یک کشور بوده که مثلا 7 بار بوده و نتونسته بیاد، اونم تونس بوده. یا توی کجا تونس کم بوده، یه کشور دیگه بوده. اینو من نشیدم. من اینو حالا آمار دقیقی ندارم، نمیتونم. ولی اینو میتونین بازم کامنت کنید. کامنت بکنید ببینید اگه کی بوده که بیشتر اگه چرت و پرت گفته بودن که معذرت میخوام، اگرم درست گفته بودن یه باری کلا بهم بگین. متشکرم. ببین و واقعا دیگه شما نگاه کن، جام جهانی 1978 24 تا بوده، از کل آسیا و اقیانوسیه یه تیم میومد. تمام شد. یعنی اون موقع وقتی تیم ملی ایران رفت جام جهانی 1978 جام جهانی، واقعا قهرمان آسیا شد. قهرمان آسیا بوده بود که یعنی آره دیگه همه رو تو آسیا و اقیانوسیه زد. داره 24 تا تیم بود. بله. و الان 48 تا دوبل شده. این داستان یه به نظر من اینفانتینو خراب کرد جام. این ارج و قرب جام جهانی رو داره خراب می‌کنه. آره دیگه. حالا شاید به کشور آره دیگه یه بار این بحثو کردیم دیگه. موافقا مخالفای خودش رو داره نگاه می‌کنیم. بعد از جام جهانی میشه واقعا یه تحلیلی داد که خوب بوده یا بد بوده. حالا شاید اولین دوره است دیگه. به هر حال مثلا بچه‌های کروسائو خوشحالن تیمشون مثلا با آلمان میزنه. آره واقعا. خوابم نمیتونستم ببینن کروسائو مثلا با آلمان بزنه. و بیشترشون هم بیرون بازی میکنن با جمعیت خیلی کم و نمیدونم. حالا ببینیم چی میشه. میدونی تمام بازیکناش اگه اشتباه نکنم از ایناست که مثلا تو هلند و اینا بازی میکنن، مثلا هلند هم متوجه شدن فقط مثلا باباشون اونجا بوده. یعنی مثلا اینجوری نیست که فکر کنید خودشون تیم دارن و اینا، اصلا خیلی چیز بود. آره داستان. بعد سوال من اینه که ما
خوشحالیمون هم میخواد بگی که یعنی الان میخواد بگم موقع بلیط فروشی میخواد بگی که ما فکر کردیم که احتمالاً بازی‌های زیادی تو بنک بزن موقعی که بازی‌های ایران رو اعلام میکنن که دقیقاً کجا هستش و چی هستش و اینا، اون موقع به قول تو میریم سراغ این منتظر بمونین. پس لطفاً پادکست ما رو تا انتها ببینید، حتی اگه نمیبینید بذارین بره برای خودش. آفرین، چه نکته زیبایی، چه نکته زیبایی گفتید. اینترنت که دارین اینو روشن کنین، من اصلا به کارتون بزنین. آره دیگه بذارین یه گوشه بخشه. اگه چند نفر تو خونه گوشی دارین رو چند تا چیز پلی کنین. بعضی دوستای ما هستن که میگن میبینیم ولی نمیبینن، شما هم ببینین. اگر نمیبینین حتی تو مسیری که دارین و ببین به مشکل میخورن و بعد میگن که چرا گوش نکردین. ما میپرسیم و نمیدونن و اون وقتی که بد میشه. بفرمایید بریم ادامه داستان. گروه H در واقع با اسپانیا شروع شد که اسپانیا اول بود، اسپانیا، اوروگوئه، عربستان سعودی و کیپ ورد. عالی شد. آره بسیار به نظر من اینم گروه ساده هستش برای اسپانیا که 100% که شانس اول قهرمانیه. گروه بعدی فرانسه است که به نظر من این سخت‌ترین گروه جام جهانیه. سخت. گروه مرگ، حالا اسمشو بذاریم یا هر چی. آره قیافه آقا فرانسه اونجوری شدیه. دومین در واقع شانس قهرمانیه. سنگال تیم خوبیه، نروژ واقعا تیم خوبیه، هالند واقعا با سرعت اینا خیلی خوبن و برنده پلی آف 2 بین قاره‌ای. بین کدوم قاره ها؟ آره ببین بولیوی با سورینام بازی میکنه که بولیوی میاد، سورینام هم تو مایه کوروساوی و بولیویه باید با عراق بازی کنه. عراق پس یعنی پتانسیل اینو داره که بیاد بره توی گروه فرانسه بشینه، ولی هر کسی تو این گروه بیاد من اصلا خدمتشون عرض کنم که خدافظی بازی بولیوی ولی اصلا اگه بولیوی با عراق بازی کنه کجا بازی میکنن میدونی شما؟ فکر میکنم یه بازی باشه، رفت و برگشت نیست و مثلا از حالا مشخص شده. آره. چون اگه تو بولیوی باشه میدونی که اون استادیوم بولیوی و رو کوههای بولیوی و همه خفه میشن و اینا. شاید هم رفت اینو مطمئن نمیگم. گروه بعدی گروه خدمت شما عرض کنم گروه جی میشه که آرژانتین. بله دیگه آرژانتین هستش. خدمت شما عرض بکنم که اتریش، الجزایر، اردن بسیار گروه خوبی میتونه باشه برای آرژانتین، برای که گرم بشن، دستگرمی کارو بگیرن دستشون بیان بالا، ولی بازم نباید ساده گرفت. جام جهانی قبل بعد از 37 تا بازی پشت سر هم که نباخته بودن اومدن و خوردن به عربستان، سادهش گرفتن 2-1 باختن. ولی بعدش 2-0 گرفتن. شرط بندی می‌کردیم مثلا 1/200 می‌بسی. بله دیگه بعدش نمی‌خواستی کار کنی، بقیه‌اش می‌تونی تو یاد فقط بشینی برای خودت کیشمیش بذاری روی بستنی سازن بگیری دستت. ولی این گروه جالب داشتم نگاه می‌کردم که 3 تا آس داره توش، 3 تا تیم با ایش، 3 تا کشور با ای شروع میشن. آرژانتین اینا میرفت تو پوکر تموم بود، بالا بود میتونستی ببندی روش، تموم کارو بسته. اینجا شما کیو میگی؟ آرژانتین الجزایر یا آرژانتین اتریش؟ من فکر کنم اتریش. منم اتریشی ام. آره به خاطر دامینیک تیم. دقیقاً. اوه به خاطر اوکی ما اینجوری آغازمون بده. بریم سراغ گروه کی که آقای رونالدو اونجا تشریف دارن. پرتغال، کلمبیا، ازبکستان. برنده پلی آف 1 بین قاره‌ای که بین نیو کالادونیا، اصلا می اسما رو اصلا شما نشنیدید جان خانم، با جامائیکا که فکر کنم جامائیکا میزنه، بعد جامائیکا بیاد بالا با کنگو میزنه. اوه یعنی اینجوری حتی پله‌ای هم هست. آره دیگه مثل بولیوی با سورینام، اگه بولیوی ببره میاد با عراق. کنگو الان اینجا نشسته، اینور جامائیکا با نیو کالادونیا میزنه، جامائیکا میاد میری باشون. این هم از گروه در واقع اونم اول پرتغال، دومم کلمبیا. تیم خوبیه. آره کلمبیا هم خوبه. کلمبیا بازیکن شماره 10 داشت که یه شوتی تو رئال مادرید. ولی ازبکام امید دارن ها. آره ازبکام تیمشون خوبه ها. ولی کلمبیا البته خب 3 تا تیم. ببین من داشتم دقت که از نظر ریاضی، شما که استاد محاسبات ریاضی هستی، واقعا امکان داره یه تیمی با یه مساوی بیاد دور بعد، نه؟ پتانسیالی میتونه دیگه. بله میشه. مثلا یکی 2-2 بکنه. نه اصلا ببین کافی 4 تا تیم دیگه 0 امتیازی باشه. یعنی یه تیم میتونه با یه مساوی. اینجاست که دارم عرض میکنم که اومدن تو مرحله بعد خیلی هم. آره یعنی مثلا بچا دمشون، شیر بچه‌هامون اومدن دمشون، خصوصا میرو الان میکوبه تو. اومدن دمشون گرم، ولی با یه مساوی هم میتونین بیان. ببین یه اتفاقی میگم 2018 تیم ما 4 امتیاز آورد، چقدرم خوب بازی کردن. یعنی ما با پرتغال 1-1 شدیم، مراکش رو زدیم 2-1 با شرایط 1-0 ببخشید با شرایط خیلی آره خیلی الکی واقعا به اسپانیا باختیم که اون گل اگه آفساید نشده بود و اینا و اون لحظه آخری
حالا کاری ندارم ولی 4 امتیاز گرفتیم، ما بالا نیومدیم. ژاپن تو همون مسابقات 4 امتیاز گرفت بالا اومد. این بعد یعنی 4 امتیاز خوب. اینجا که دیگه 4 امتیاز بگیری 100% 3 و 4 که 100. اینه میدونم که قلعه‌نویی و بقیه عزیزان اگه بیان بالا خودشونو میکشن که ما برای اولین بار اومدیم ولی بالا. این نیست. این بالا نیست. بالا که بازی بعدی رو بزنیم. آفرین. آره. گروه آخرم علیرضا بگیم که انگلیس و کرواسی با پاناما و غنا با هم دیگه میزنن. این میشه در واقع کل گروه‌ها. گروه سختیه ها، انگلیس، کرواسی، غنا. آره. 3 تا تیم سختن. ولی انگلیس شما اول بدونش تو این گروه. نه آره ولی انگلیس که اول میشه ولی گروه سختی. تیم قبلی هم من با اینکه دوست دارم کلمبیا تیم خوبیه ولی امیدوارم که جامائیکا بیاد بالا به خاطر حسین بولت. من به شما بگم من ازبکستان میبینی پتانسیل دومی توش میبینم. شرط اینجا میبستم دیگه همینجور اصلا نه سایت بیرون ولی به نظر واقعا میتونیم یه سریز بله قبل از مسابقه به نظر این کارو بکنیم، یه کار جذابی انجام بدیم. عامل منفعه میذاریم که چیز نباشه. ولی من ازبکستان تیم خوب میبینم. واقعا ازبکستان اونوروف شماست ولی مثلا بازیکن 40 میلیونی دارن تو منچستر سیتی خوسانوف بازی میکنه. اوکی. بعد خود ماشاریپوف هست، بازیکنای خوب زیاد داره. اون بازیکنه که ازبکستان خوب. اون بازیکنه که تو پاریس سن ژرمن بود ولی ازبک نیست، نه اون که استاپ کرد تو آسمون. نه اون که استوپ اون برگردونه میگی؟ نه یکیشون بود که استوپ خیلی عجیبی کرد، توپ خیلی بالا بود استوپ کرد. اون بازیکن یه اسم سختی هم داشت، اون تو پاریس سن ژرمن بود. چیزی میگی خاچاتاسیا. اون تو گرجستان. اوکی. خب آقا ما وقتی که گروه ها در اومد و تیم ملی ایران هم که با عزتون تو گروه جی دارین میبینین اومد، ما بسیار هیجان زده شدیم به یک دلیل، به دلیلی که 2 تا از بازی احتمال داشت تو ونکوور باشه. احتمال داشت. و واقعا خیلی خوشحال بودیم سر این قضیه ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. البته اینجا باز یه شاخه‌ای بزنیم، متاسفانه من یه چیزایی شنیدم، امیدوارم دوباره راه نیفته. واقعا دوباره راه نیفته. تو رو خدا این ورزش از سیاست جدا بکنید. دوباره گفتن نمیدونم این تیم ملی نیست و اگه بیاد اینجا ونکوور باید نمیدونم فلان کنیم و نمیدونم این تیم جمهوری اسلامی تیم مردم نیست. از اینجور برنامه‌ها دوباره باز میره تو اون وادی‌ها. امیدوارم دوباره خراب نکن، ضد حال به مردم نزنه. یعنی یه لحظه اصلا من این کامنت این چیزا رو داشتم میخوندم گفتم وای بعد میخوای بری اونجا الان مثلا خوشحالی کنی. ببین حالا من خودم میگم من اصلا واقعا خب اطلاعات سیاسی خیلی زیادی ندارم ولی خب واقعا هیچ کس هم الان با شرایط فعلی اصلا راضی نیست، هیچ کسی. ولی با این ورزش جداست. نه برای من جداست. حالا با همون جوری که گفتیم اینفانتینو هم باید بشینه بغل، یعنی همون جوری که همین 2 دقیقه پیش داشتیم ترامپ رو میگفتیم اینم همونه. هیچ فرق دقیقاً همونه. بابا این بچه‌ها بیان اینجا، حالا به هر حال نیومدن اینجا دیگه نشد، ولی خب متاسفانه نشد بیان اینجا. حیف چون اگه میشد یکی از بازیاشو من بلیتشو داشتم. چه عالی میشد. من اصلا برنامه‌ریزی کرده بودم تور ببرم پایین هتل تیم‌های رقیب تا صبح بشین داد تسلو بذارم نذارم بخوابم. نشد ولی به تیر خورد. سنگ زد. اگه می اومدن خیلی خوب شد. حالا شما به نظرم سیاتل حرکتی میزنین. من الان آمار رو بهتون بدم. با عزتون بازی اول ایران و نیوزلند، بازی اول ایران نیوزلند توی ورزشگاه الی لس آنجلس برگزار میشه دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ماست. به وقت PST، به وقت پاسیفیک. بله به وقت غرب آمریکاست. بچهای ایران که میشه با اجازهتون 4:30 صبح. بله 4:30 صبح بچه‌ها باید بلند شدن ایران بازی رو ببینن. بچه‌ای که پیش ما هستن 6 بعد از ظهر خونه باشن ببینن دوشنبه بازی رو. بازی دوم ایران بلژیک بازی بسیار اگه شما اوکی بفهمید من آخرش بگم. آشکام. بازی دوم ایران بلژیک باز هم تو لس آنجلس یک شنبه. برای ما روز بسیار خوبیه، هیچ کسی هیچ کاری نداره. کی ساعت 12 ظهر. بهترین زمان ایران ساعت 10:30 شب بچه‌ها میتونن تو ایران این بازی رو ببینن، یک شنبه لذتش رو ببرن. و بازی سوم بازی ایران و مصر که تو سیاتل همین بغل ما برگزار میشه جمعه ساعت 8 شب به وقت ما 6:30 صبح به وقت تهران عزیز. بله شما اگه همه رو که احتمالاً به هر شما یه بلیتی گیر میاری و میری، ولی اگر بلیت نبود من خواهش می‌کنم کسایی که میخوان اسپانسر ما بشن میتونن اسپانسر بشن. ما این بازی‌ها رو یه مثلا چیزایی که توان این چیزشو دارن امکاناتشو دارن ما یه ایونتی برگزار کنیم و دست جمعی بریم اونجا بازی رو دست جمعی ببینیم هر کدومی که میشه. عالیه. ما جاتون خالی. 2018 همون مسابقاتی که شما الان اشاره کردی دوست عزیز گلم که انجام بهش سلام میکنم
و میدونم ما رو نگاه میکنه، سعید خان مظفری عزیز مدیر عامل تراکتورسازی تبریز اومد کاری کرد بی‌نظیر. یه سینما رو کلا تو خیابون کامرشیال گرفت، فکر کنم 500 600 نفر بود. چه عالی. و همه 500 600 نفر با هم هر سه تا بازی گرفتیم، با هم نگاه می‌کردیم. و چه لذتی اونجا، تشویق و میدونید دقیقاً بو و اینا هم برده بودیم، اصلا خیلی لذت. از الان به نظرم شما اگه بودی این کارو بکنیم، یه کاری بکنیم. آره یه حرکتی داشتیم. البته خب خیلی قطعا اینجا این کارو. آره ولی ما هم بکنیم. حالا ما یه کامیونیتی کوچیکی رو میتونیم بست کنیم و حالا حتما مسلما به حال کل ایرانی اینجا جذاب. چون امروز مثلا من دیدم که توی بی سی پلیس هم این کار، یا توی یکی از این استادیوم‌ها برای بازی بی سی پلیس، بله بی سی پلیس امروز که بازی بود دقیقاً همه رفتن تو استادیوم نشستن اونجا بازی نگاه کردن. من دقیقاً عکسش رو دیدم. این اصلا باب شده تو آره همه جا بوده. آره دیگه مثلا وقتی بازی یه جای دیگه است، مثلا فینال جام قهرمانی باشگاه اروپا وقتی داره برگزار میشه این کارو آمادن که دیگه روشن کنن برای آتیش. یعنی اگه واقعا میشد همه بی سی پلیس میریخت بیرون و یه آتیشی به پا میکردن. درست. علیرضا من باید یه ذره سرعت زیاد کنم سریع چون 45 دقیقه گذشته. یه توضیح همه خواستن از بلیت. ببینید بلیت دو مرحلهش انجام شد. یعنی مرحله 1 قرعه کشی انجام شد، 2 قرعه کشی انجام شد. من خودم برای همه رفقامم فرستادم، حالا اونایی که ثبت نام کردن اینا. الان میگم بلیت گرفتن الان اتفاقا سخت‌تر هم شده، چون ببین توی 1 و 2 جای بدتر فروختن، الان میان جای بهتر میشن، قیمتش هم افزایش پیدا میکنه. الان ببین همون موقع بازیه که تو الی بود، من یادمه ارزون ترین بلیت $2500. بازی آمریکا، ببخشید اشتباه نگم، بازی آمریکا $2500 مینیممش بود. $2570. اگه کسی قرعه کشی رو میبرد، اگر قرعه کشی برده بودی و می‌خواستی بازی آمریکا رو بخری که تو الی برگزار میشد، $2570 ارزون ترین بلیتش بود. که خب قیمت‌های بالاییه، میدونی چی میگم، الان تازه شاید بیشتر هم بشه. الان قیمت فینال تو ریسل $150,000. مسخره است، ولی خب به هر حال خدمت شما عرض کنم که الان خیلی سخته بلیت گرفتن، ولی ما قرعه کشی رو گذاشتیم، یعنی اسم خودم حداقل گذاشتم، همه دوستان اسم خودشون گذاشتن. اگر اسم در بیاد شاید بتونیم بخریم. دفعه پیش که اسم من در اومده بود و اومدم بخرم، ونکوور، تورنتو، سیاتل کامل بسته بود، یعنی اصلا امکان خرید نداشت. و امیدوارم که این دفعه اگر اسم حالا من به یکی از دوستان در میاد باز باشه که بتونیم بخریم. چون بازی جذاب خیلی هست. مثلا فکر کن شما مثلا کانادا ایتالیا رو بخری یا سوئیس ایتالیا یا بازی جذاب و خیلی خوبی هستش که میشه، ولی امیدوارم اگر باز بشه. مثلا فرانسه نروژ بازی خوبیه. ولی خب اینجا نیست. با این بازیه که با تو ونکوور، من چون حقیقتش میخوای الان بری و به طرز عجیب غریبی هم هزینه افزایش پیدا میکنه. یعنی اگه شما بخوای بری الی، هتل‌ها وحشتناک، پروازها وحشتناک، همه چی گرونه. ولی خب سیاتل میتونی شما بری بیای. آره هیچ کاری هم نداره و جذاب هم هست. حیف واقعا کاش اینجا افتاده بود. خیلی دلم سوخت. ولی ان شاءالله که بتونیم یه بازی ایران هم ببینیم و واقعا لذتشو ببریم ان شاءالله. امیدوارم. من همه تلاشمو میکنم بتونم ایران مصر رو بگیرم. بازی آخرم هست، هیجانی هم هست، مرموش هست، محمد صلاح هست، بچهای ما هستن. خیلی جذاب. باز اگر سوالی داشتین، امری فرمایشی تو دوره بعد باز مجدد ما صحبت خواهیم کرد. خدمت شما عرض کنم علیرضا، من شما سوالی، امری فرمایشی؟ من عرضی ندارم، میریم رو جزوه. بریم رو جزوه. گزارشی که من براتون تهیه کردم تقریبا میتونم بگم 100 تا نکته از آمار و اطلاعات جذاب جام جهانی در تمام ادوار گذشته. حالا از چیزهای مختلف، از تورنمنت، بازیکن، مربی، گل، اینا رو با هم دیگه بریم. فکر میکنم قشنگ باشه، فکر میکنم حتما قشنگ جذاب باشه، حتما قشنگه. پس یه استرچی یه استرچی بکنیم، منم یه قلوب بخورم، منم یه قلوب بزنم و به سلامتی شما که هومورک زیبا برامون انجام دادی. ان شاءالله بریم ببینیم ما هم این کارو بتونیم بریم ببینیم چی کار میکنیم. خب خدمت شما عرض کنم که جام جهانی 2026 23مین دوره جام جهانیه. یعنی در واقع توی 96 سال گذشته که 22 دوره در واقع برگزار شده، اولین دورهش تو اروگوئه 1930 بوده و این در واقع اولین باره که با 48 تیم برگزار میشه و 104 مسابقه ما خواهیم داشت. بله. مورد دوم، این اولین باره که 3 تا کشور میزبان جام جهانی میشن. یعنی تا قبل از این نداشتیم. جام 2002 هم بوده که کره و ژاپن بوده، ولی الان این اولین باره که 3 تا تیم دارن در واقع میزبان جام جهانی میشن، کانادا، مکزیک و خدمت شما عرض بکنم که آمریکا. جام جهانی بعدی که 2030 خواهد بود، اونم 3 تا خواهد بود، اسپانیا، مراکش و پرتغال. و جام جهانی بعدیش میشه یک کشور که عربستان خواهد بود. این از این داستان.
و این نشون بخشید سریع بگم اینکه عربستان چه سرمایه گذاری کرده که تونسته یه جام جهانی کامل خودش بگیره دستش. آره چون یه تغییر بزرگه توی اقتصاد کشور. اصلا خیلی از جاها میگن قبل جام جهانی این کشور بعد جام جهانی، مثلا ونکوور الان میتونی بگی قبل المپیک زمستان بعد المپیک زمستان. بله بسیار عالی. یه نکته خیلی جالب، توی 8 باری که جام جهانی تو بخش آمریکا، حالا یا آمریکا یا آمریکای جنوبی برگزار شده، 7 بارش رو تیم‌های آمریکای جنوبی بردن. خیلی جالبه. فقط یک بار این اتفاق نیفتاده، سال 2014 تو مسابقات در واقع فینال اگه خاطرتون باشه که آرژانتین تو وقت اضافه 1-0 باخت به آلمانی که 7-1 زد، برزیلو زد. آره اون تنها باری بوده که جام جهانی تو آمریکا یا آمریکای جنوبی برگزار شده و نتونسته قهرمان بشه. مکزیک برای سومین باره که داره میزبانی جام جهانی می‌کنه. اینم قشنگه. سال 1970 میزبان بوده، سال 1986 میزبان بوده و امسال مارادونای زیبا در سال 1986 و آمریکا برای دومین بار 1994 که برزیل قهرمان شد و امسال که مجددا دومین. من داشتیم گفتی دنیل آلویز، فهم کنم کافو هم میتونه خیلی جام داشته باشه. کافو دفاع راست برزیل اونم آره، ولی اون در واقع رکورددار بود. بفهم ما 4 تا تیم داریم که تازه وارد هستن. علیرضا آره 4 تا کشوری که تازه برای اولین بار میان جام جهانی. شما بگو. کوروسائو، بله. کیپ ورد، بله. 2 تاش آسیایی ان. ازبکستان حتما با افتخار و اردن. پس 4 تا تیمی که اولین بار دارن میان جام جهانی که علیرضا جان محبت کردن، همه رو خدمت شما. 75% درست گفتم. دقیقاً. از سال 1986 که مرحله 1/8 نهایی داشتیم، هر کی قهرمان شده تو گروه خودش هم قهرمان بوده. یعنی هر کی قهرمان جام جهانی شده تو مقدماتی هم جام جهانی بوده. اینم باز این نکته که انگلیس مثلا الان میتونه، انگلیس خیلی مقدماتی پرقدرتی داشت. دقیقاً. آره. ببخشید نه اون مقدماتی. مقدماتی گروه. حتی اینم به نظرم نیست. چون مثل که 32 تیم هم میشن دوباره گروه بندی میکنن. نه. اونم پلی آف اینجا تو جام جهانی الان. نه 32 تا هم میشن. پلی آف میشن. 32 میشه 16 میشه. علیرضا جالبه، از 5 دوره جام جهانی قبلی 4 دورش به وقت اضافه کشیده. آره دیگه. خیلی جالبه نه؟ یعنی از 5 تا 4 تاش رفته چیز. 2006 رفت وقت اضافه، 2010 رفت، 2014 رفت و 2022 هم رفت. پنالتی شد حتی فکر کنم 2010 که اسپانیا قهرمان شد نه پنالتی نشد. اگه یادت باشه. آره. 2010 پنالتی نشد. اسپانیا یه گل زد. 2006 هم که اون پنالتی که 3-2 برزیل رو برد و اون جمله معروف. میدونی علیرضا جمله رو؟ بذار بهتون بگم. واقعا اگر خاطرتون باشه 2006 برزیل و ایتالیا اومدن تو فینال، تو پنالتی آخر روبرتو باجو زد تو. آخره روبرتو باجو زد و اونجا بود. بعد از اون تو خیابونای روم و تو خیابون ایتالیا نوشتن که خدایا همه گناهکارا رو ببخش به غیر از باجو. چه جمله سنگینی. و این هنوز هستش و خیلی ناراحت کننده بود. اون پنالتی آخر رو زد و این اصلا موند، چون باجو واقعا بازیکن بزرگی بود. خیلی خوب بود. یعنی خیلی هم به قول خیلی کاراکتر کاریزماتیکی. ریز داشت. بعد از اون اگه یادت باشه 2000 در واقع 14 ایتالیا و فرانسه اومدن با هم دیگه فینال. کله معروف بله زیدان به مازراتی که ماتراتزی آره که اونجا برد ایتالیا در واقع تو پنالتی و این بازی بی‌نظیر جام جهانی قبل که 3-3 شد و پنالتی که میگن همه دارن یعنی میگن که بهترین بازی جام جهانی بوده. که اینم باز خدمت شما عرض بکنم که جالب بود که دیگه فقط یه بارش در واقع که اون یه بارم میشه 2018 که 4-2 اسپانیا برد. نه 4-2 فرانسه کرواسی رو برد. راست میگه. آره. خدمت شما عرض بکنم که بیشترین تیمایی که با هم بازی کردن تو دوره جام جهانی آرژانتین با آلمان بوده، برزیل با سوئد بوده و آلمان با صربستان با یوگسلاوی قبلی که 7 بار اینا با هم دیگه بازی کردن. بریم سراغ این تورنمنت، بریم سراغ گل‌ها. ببینیم گل‌ها چه جوری بوده. شما اون برزیل اسکاتلند هم داری تو خبرات؟ برزیل اسکاتلندی که یه برزیل اسکاتلند معروف داشتیم که مصادف شد با اون روز تلخ زلزله رودبار.
اوه نه ندارم، اونم شما بگو. الان 1994 بود فکر کنم. دقیقاً. یعنی اصلا شاید یکی از دلایلی که تعداد کمتری، یعنی با توجه به شدت زلزله تعداد کمتری آدم آسیب دیدن که البته خیلی متاسفانه حادثه بدی بود، این بود که بازی برزیل اسکاتلند بود. من خودم کاملا یادمه، داشتم بازی رو نگاه می‌کردم، شب بود، یه دفعه زلزله من قشنگ همه اومدن بیرون. آره، ولی همه بیدار، یعنی خیلی آدمای تعداد زیادی آدم بیدار بودن. دقیقاً. بریم سراغ گلا. پرگل‌ترین بازی که تو جام جهانی انجام شده تو سال 1954 26 جون 1950 تو یک چهارم نهایی بین اتریش و در واقع سوئیس بوده که 7-5 بود شد بازی. اوه 7-5 شد. تو اون بازی واگنر از در واقع اتریش و هوگی از سوئیس هتریک کردن. یعنی دو تا هتریک توی بازی، فقط همین چیزی بوده که انجام شد و از اون نداشتیم. بیشترین گل زده شده توی مرحله در واقع توی جام جهانی 27 گلی بوده که مجارستان تو 5 تا بازی زده. تو اونم با سال 1954 بود. همون سالی که مجارستان خیلی خوب بود. آره دقیقاً 27 تا گل زدن تو 5 تا بازی. تو همون جام جهانی 1954 بیشترین میان گل زده رو داشتیم که 5.38 بوده. اون پرگل‌ترین در واقع بازی بوده که تو کلا 26 تا بازی 140 تا گل زدن. بعد از اون که تیم‌ها شدن 32 تیمه، بیشترین تورنمنتی که داشتیم در واقع همین تورنمنت اخیر بوده، جام 2022 بوده که 172 گل تو 64 تا مسابقه زدن که میانگینش 2.69 بوده. کمترین میانگین گل زدن اون مال 1990 که 2.1 بوده که ایتالیا هم اگه اشتباه نکنم قهرمان شد، اگه خاطرت باشه. طبیعیه دیگه. ایتالیا 115 تا گل توی 52 تا بازی زد. سلاطین دفاع جام جهانیشون هم اینجوری شد. بله. در مجموع 35 تا پنالتی توی جام جهانی از دست رفته. یعنی 35 بار پنالتیه که زدن، پنالتی در حین بازی از بین رفته که در واقع حالا تیمایی که بتونیم بگیم خیلی خوب عمل کردن آلمان و کرواسی بودن که 100% پنالتی‌های خودشون رو زدن، گل کردن. تو تاریخ جام جهانی 54 تا هتریک انجام شده. یعنی 54 دفعه بازیکن داشتیم که تونستن هتریک بکنن. جف هرس برای انگلیس مقابل آلمان تو سال 1966 و کیلیان امباپه توی 2022 تنها بازیکنایی بودن که تو فینال هتریک کردن. یعنی ما 54 تا کلا داشتیم، دو تا بازیکنی که تونستن تو فینال هتریک کنن کیلیان امباپه بود که سه تا زد ولی باخت، دو تاش پنالتی بود، یکیشو گل زد، و جف هرس بود برای انگلیس تو سال 1966 که اونجا قهرمان جهان هم شدن. بازی بین پرتغال و هلند پرکارترین در واقع بازی تاریخ جام جهانی تو سال 2006 برگزار شد. دو تا از هر دو تیم اخراج شدن. تو دو تا فینال اخیر جام جهانی 12 تا گل زده شده. آره دیگه، یه 3-3 داشتیم تو 2022، یه 4-2 داشتیم که هر دو تاش فرانسه هم پای کار بوده. خدمت شما عرض بکنم که تو سال 1970 برزیل 4-1 ایتالیا رو میبره که از بازی پرگله هستش. تو سال 1958 5-2 برزیل سوئد رو میبره و پیروزی 0-0 یعنی 3-0 فرانسه مقابل برزیل این جزو پرگل‌ترین فینال‌های جام جهانی بوده. بریم سراغ میزبانا. ببینیم میزبانا دارن چی کار میکنن. ما توی سال 2026 16 تا ورزشگاه خواهیم داشت که میزبانی خواهند کرد که این جزو تعداد خوبیه، ولی از اون بالاتر میخوای 20 تا ورزشگاه تو سال 2002 بین ژاپن و کره جنوبی در واقع بودن که رکورد اول هست و 1982 با 17 تا در واقع ورزشگاه نفر دوم رو میگیره. ورزشگاه آستکای مکزیک 5 تا بازی خواهد داشت و جالبه بدونی که 2 تا فینال جام جهانی توش انجام شده. فینال 1970 و فینال 1986 اونجا انجام شده. بازی امسال فینال هم توی نیوجرسی انجام خواهد شد که 8 تا بازی رو در واقع فینال 8 تا بازی رو میزبانی خواهد کرد. بیشترین بازی که توی این 16 تا ورزشگاهی که گفتم بازی انجام خواهد شد تو ورزشگاه دالاس و تگزاس که هر کدوم 9 تا بازی توشون چه زیاد. آره توش برگزار خواهد شد. اینم باز از ورزشگاه‌های جذاب. بریم سراغ تیما. یه جوری پس وزن به طرف آمریکاست، یعنی بازی تو آمریکا به نسبت این دو تا دیگه خیلی بیشتره. بله. الان مثلا مکزیک تونسته افتتاحیه بگیره که ما اونم حتی نتونستیم. توی 22 دوره که قبلا جام جهانی برگزار شده 12 بار اروپایی‌ها قهرمان شدن، 10 بار
آمریکای جنوبی برگزار شد، یعنی قهرمان شده. ببین 4 تا تیم برزیل، آرژانتین، ایتالیا و آلمان 73% قهرمانی‌ها رو دارن. یعنی از این 22 بار جام جهانی برگزار شده، 16 تا قهرمانی بین این دوتاست رفته اومده. 5 بار برزیل قهرمان جام جهانی شده، 4 بار آلمان، 4 بار ایتالیا و 3 بار آرژانتین. خیلی جذابه نه؟ 16 تا تیم که در واقع حالا این رکورد رو دارن. آرژانتین اگر امسال بتونه قهرمان بشه، در واقع سومین تیمیه که تونسته از قهرمانی خودش دفاع کنه. 2 بار پشت سر هم قهرمان بشه. ما ایتالیا رو داریم 1934 و 1938 و برزیل رو داریم 1958 و 1962 که اینا در واقع تونستن قهرمانی خودشون رو تکرار بکنن. دیگه خدمت شما عرض بکنم که 3 تا قهرمانی قبلی همش به سمت غیر از 22 به سمت اروپایی‌ها بوده. یعنی 18 همون که اسپانیا بوده، 14 همون آلمان بوده و خدمت شما عرض کنم که 18 هم باز فرانسه. خب خدمت شما عرض کنم کرواسی و فرانسه تنها تیمایی هستن که توی هر 2 تا دوره اخیر توی 4 تا اومدن. یعنی تو نیمه نهایی فرانسه 2018 22 بوده، کرواسی هم باز بوده. برزیل از سال 1982 تا به امروز همیشه تو صدر جدول قرار گرفته بوده، تو مرحله گروهی مقدماتی بوده. یعنی عملا و تو 20 بازی هم که کرده، تو 20 بازی اولی که کرده هیچ وقت شکست نخورده. 17 بار برده، 3 بار در واقع تساوی کرده. آلمان برای 21مین باره که تو مسابقات شرکت میکنه، یعنی 22 بار از این 21 بار آلمان شرکت کرده، یعنی بیشتر از هر کشور اروپایی. و برزیل تنها تیمیه که همیشه بوده، همه جام جهانی ها رو بوده. خیلی جذابه نه؟ خیلی آره، یعنی این خیلی برای منم جالبه. ولی برزیل داره ضعیف میشه، یعنی به نظر من برزیل داره میره پایین. بعد یه فکری بچهای برزیل بکنم. حالا دیگه کارلوچو رو آوردن دیگه، ببینید چیکار میکنه دیگه. آره کارلو آنجلوتی بیاد در واقع یه حرکتی ایتالیایی رو بذارید اصلا، چون ایتالیا و برزیل یه جوری رقیب دیرینن دیگه. نگاه کنید ایتالیایی رو بذارید مربی برزیل و این اولین باره که برزیل مربی غیر برزیلی داره. اینم جذابه. خدمت شما عرض بکنم که اسپانیا که قهرمان فعلی اروپا است، اگه بتونه قهرمانیش در واقع تکرار بکنه که شانس اول قهرمانی هم هست، مثل خودش و در واقع فرانسه یه کشوری میشه که هم قهرمانی اروپا رو داره و هم تونسته قهرمان. یه بار دیگه هم این کارو کرد اسپانیا کرده تو سال 2010 کرده. نسل طلایی واقعا ژاوی و بوسکتس و اینیستا و آلبا و جودی آلبا و پویولو ایگر مقدس، ایگر کاسیاس و راموس و همه بودن. خب خدمت شما عرض کنم که اسپانیا در واقع تو جام جهانی 2010 که عملا اونجا به 4 یعنی اون گفتیم که اسپانیا تنها تیمی بوده که تونسته بود تو اون بازی‌ها آخر بدونی که به پنالتی کشیده بشه بازی رو در واقع ببره. انگلیس پس از در واقع بعد از یوگسلاوی 1954 دومین تیمی شد که 100% بازی‌های مقدماتی خودش رو برد. این نکته بود که شما داشتی اشاره می‌کردی که گفتی آقا بدون گل خورده 8 بازی از 8 بازی رو برد و اومد تو جام جهانی. عملکرد عالی بود. فقط یه یوگسلاوی 1900 آخه دفعه قبلم خیلی امیدوار بودن که انگلیس قهرمان میشه، یعنی انگلیسی‌ها خیلی فکر می‌کردن تیمشون خوبه ولی نشد. حالا امیدوارم. و واقعا خب اون گل دقیقه آخر رو فرانسه خوردن. چیز زد دیگه، همین بازیکن رئال مادرید یه شوت از راه دور زد. من یعنی خیلی تیمشون خوب. خدمت شما عرض کنم که کراسائو گفتیم باز کوچکترین کشوری که تو جام جهانی میاد از نظر جمعیت و مساحت. دیگه خدمت شما عرض کنم که بیشترین فاصله از آخرین حضور مربوط به هایتی میشه. هایتی 1974 تو جام جهانی بوده و الانم هست، در خدمت شما هستش. بیام سراغ بازیکن‌ها. بازیکن‌ها ببینیم چه شرایطی دارن. لیونل مسی و خدمت شما عرض کنم که رونالدو اگر تو این جام جهانی بیان تنها بازیکنایی خواهند بود که 6مین جام جهانی خودشون 6 تا جام جهانی خودشون نداره. 4 سال قبل از اون 5 رکورد که 3-4 نفر، یکیش لوتار ماتئوس. من یادمه که لوتار ماتئوس مثلا در واقع تونسته بود که بیاد و واقعا کافو آخه خیلی همش بود، یه مدت طولانی همینجوری. حالا نگاه میکنم شاید هم کافو جزو 5 تایی باشه.
یه رکوردی که کریستیانو رونالدو داره و لیونل مسی نداره اینه که تو 5 تا جام جهانی که شرکت کرده گل زده. آره. ولی لیونل مسی تو 4 تا زده. یعنی لیونل مسی 2006 گل نزد که کریستیانو رونالدو نامردم به ما پنالتی زده یادتون باشه. دقیقاً. بله. اینم از کعبی بعد کلا اون لوئیس فیگو رو کعبی. آره کعبی آره بعد بیشون زمان. اشتباه یه ذره اون برتر گرفت. تو سال 2022 امپاپه و در واقع لیونل مسی تنها بازیکنی شدن که بعد از 1986 مارادونا تونستن تو 10 تا گل اثر گذاشته باشن. یعنی خدمت شما عرض کنم که لیونل مسی 7 تا گل زد، 3 تا پاس گل داد، کیلین امپاپه 8 تا گل زد و 2 تا پاس گل داد. یعنی تو 10 تا در واقع حضور موثر آره رو گل اثر گذاشتن. امپاپه در واقع تنها بازیکنی که الان خیلی خوب عمل کرد، تو 2 تا جام جهانی 12 تا گل زده. باریکلا. آره خیلی خوبه. اصلا کلا خیلی هم گل زد، یعنی با توجه به سنش تعداد گلی که زده توی کلا هم خیلی بالا بوده. آره جزو کسایی که پتانسیل داره رکورد رونالدو رو بشکنه تو تیمه. ولی خیلی جذابه تو 2 تا جام جهانی هر کدوم آره دیگه توی جام جهانی این جام جهانی 2022 8 تا زد، تو قبلی 4 تا زد، 2 تا هم که پاس گل داده، این تو 14 تا گل مشارکت داشته که خب خیلی خوبه. کار خوبی بوده دیگه. توی 60 سال اخیر فقط دیگو مارادونا و لیونل مسی بودن که تونستن 8 تا پاس گل بدن تو 60 سال اخیر که خب بیشترین تعداد پاس گل هستش دیگه توی یه تورنمنت. فقط از اینا بیشتر پله تو سال 1990 6 تا پاس گل داده بود. اینم باز گفتیم شما در جریان باشید. ما در جریان. خیلی ممنون. پله تنها بازیکنی در تاریخ هست که 3 بار جام جهانی برده. و اون جام جورنیمه رو برده خونش. 58 60 و 1970 در واقع ایشون زحمت کشیدن بردن. جام جهانی رو بردن و ایشون یه رکورد دیگه هم داره که جوانترین بازیکنیه که در تاریخ که در فینال گلزنی کرده. پله. بله. زمانی که 17 سال و 249 روزشون بود تو سال 1958 تو فینال گلزنی کردن که حرکت بسیار عالی. یعنی حتی الان این بازیکن بسیار جوان و پرحاشیه بارسلون و اسپانیا هم یامال لامین یامال الان 17 سالشو خورده ای. تو چیز 16 سال بود. نه فکر نمی‌کنم میره بالا 18 میشه. میره بالا نمیشه. اینم نمیشه. آره بعید می‌دونم. یکی معرفی کنین به نظر رکورد پله رو بزنه تیما. آره. آقای کلوزه یادت میاد؟ میراسلاف کلوزه. بله. اصلیتش لهستانی بود برای تیم ملی آلمان بازی می‌کرد. ایشون بیشترین رکورد گلزنی رو در تاریخ جام جهانی داره. 16 تا گل زده. بله هیچ کس نتونسته رکوردش رو بشکنه هنوز. میراسلاف کلوزه. بله مسی این داره. چه عجیب. نه آره این خیلی من اینو میدونستم، یعنی از خیلی وقت قبلا خب یه بینی عمل کرده ای داشت نه؟ خاطرم نیست قیافش که دیگه ولی بینیشو دقت نکردم عمل کرد نه. کلا 24 تا بازی کرد تو جام جهانی. بیشترین تعداد بازی مال مسیه 26 تا. اوکی. ولی 16 تا گل زده. آلمانی میراسلاف کلوزه. آره. قبل از اونم چیز بود رکورددار. خدمت شما عرض بکنم که رونالدو بود. اوکی. نازاریا ها نه این رونالدو معروف. رونالدو دوستش دارم. بله. اونی که شما دوستش دارید. الان فقط برای که در جریان باشید 13 گل مسی زده و توی این جام جهانی احتمال داره که رکوردشو بشکنه. آره دیگه. کیلیان امپاپه هم احتمال داره رکورد. کیلیان امپاپه 90% رکوردش میشه. چون 4 تا بازی بزنه. الان امپاپه ببین با کیا داره. می‌بینید یعنی میتونه بشکنه. نروژ و اینا حتی سخت بازیاش ولی نروژ سخته ولی ولی لیونل میتونه مسی میتونه بشکنه. 13 تا گل زده 3 4 تا بیشتر نمیخواد. ولی کلا بیشترین تعداد بازی هم مال مسی که 26 تا بازی کرد. 26 تا بازی. آره. تو 26 تا 13 تا زده. اون تو 24 تا 16 تا زده بود. بهترین در واقع گلزن یک دوره جام جهانی مال آقای ژوست فونتینه. ایشون فرانسوی بودن که 13 تا گل تو سال 1958 زدن. اوکی. آره کلا دوره بازیش از سال 1953 تا سال 1960 بوده. خیلی جالب. 20 بازی ملی بیشتر نداره. کلا هم 30 تا گل زده. ولی جالبه که 13 تاش تو جام جهانی زده و رکورد داره و بعیدم میدونم کسی حتی با اینکه تعداد بازی‌ها اینقدر افزایش پیدا کرده بتونه کسی بزنه. آقای ژوست فونتین. خدمت شما عرض کنم که آخرین بازیکنی که تو یه دوره جام جهانی هم تعداد گلش 2 رقمی شده مولر بوده. همین مولری که توی ونکوور وایت کپس داره بازی میکنه. نه ای بابا مولری که چاق بود گرد مولر. بله. آقای گرد مولر بگو.
آره گرد موله سال 1970 10 تا گل زده، اونم واقعا یه بازیکن استثنایی. آره گرد موله هم استثنایی واقعا. فون باستن هم همینطور، گرد موله هم خیلی بی‌نظیر. بعد از گرد موله که 10 تا زده، بعد از اون بهترینمون همین در واقع رونالدویی که شما دوست دارید که سال 2002 8 تا گل زد و کیلن امباپه هم که تو دوره قبلی 8 تا زده. آره. خدمت شما عرض کنم که تنها یعنی ما فکر کنم 5 تا بازیکن داریم که توی بیش از یه فینال گل زدن که شما همشون هم احتمالاً بشناسید، یعنی واوا رو که نمیشناسی، پله رو میشناسی، پل برایتنر یادت میاد؟ بله پل برایتنر ایشون هم تو 2 تا فینال بوده و زینedین زیدان و استاد امباپه تو 2 تا فینال گل زدن. خدمت شما عرض کنم که کسی که تونسته، یه لحظه یادم رفت، وقتی 3 تا میزنی هتریک میشه، 4 تا میزنی میشه پوکر، 5 تا میزنی میشه یا اول کلات، فکر کنم میشه کلات میکنی. آقای اولگ سانگو مال روسیه تو بازی با کامرون سال 1994 5 تا گل میزنه که این رکوردی هستش که ایشون زده. از سال 1966 که در واقع حالا بتونیم بگیم، میخوام بگم سریع ترین گلی که زده شده تو جام جهانی شما باید یادت بیاد. آره میدونم. اگه خاصی راه نمیکنه سال 2002 بوده. مسابقهش هم مسابقه سوم چهارمی بوده. بازیکنش هم ترک بوده، مال ترکیه. آلمان با یه چیزی بوده نه. هاکان شکور. بازی با کره جنوبی. آره ثانیه 11. این سریع ترین گله که در تاریخ، اصلا یادم رفته بود که ترکیه اون اومدن سوم چهارمی زدن. اینم جالبه. حالا بیام سراغ پیرترین بازیکنی که تو جام جهانی بازی کرده و جوانترین بازیکنی که تو جام جهانی بازی کرده. شما پیرترین چیزی خاطرت هست؟ نه متاسفم. دروازه‌بان تیم مصر. آره. اگه یاد باشه میگم بیجامه میپوشید. شلوار گرم کنم میپوشید. چیز نمیپوشید، یعنی در واقع مثلا شورت ورزشی نمیپوشید. میشه ایشون آقای اسام الخصری 45 سال و 161 روزش بود. تو سال 2018 این شد پیرترین بازیکنی که من کسی که شلوار گرم کن میشناسم اون دروازه‌بان عربستان بود. شلوار گرم کن آره. دست درازه عجیب که همیشه از دستش عصبانی بودم. بهترین دروازه‌بان آسیا هم شد با حجازی. چرا اسمش یادم رفت. خیلی معروفه. خیلی معروفه. الان یادم میاد. الان داری سرچ می‌کنی؟ نه شما بکن ولی. ای خدایا. حالا من همزمان میگم فکرم هم سعی میکنم. ای خدا اسمش کی بود؟ محمد الدعایی. علش گفتم. آره محمد الدعایی. همیشه اسم محمد الدعایی تو مخم. خیلی دروازه‌بان خوبی هم. دست دراز خیلی لاعج عجیبی بود. یه دروازه‌بان لهستان داشت همیشه شلوار گرم کنه، مثلا توسی میپوشید کلا سبز میشد آخرش. ولی جالبه. خلاص آقای اسام الخصری باز 45 سال و خیلی آقای رضا 45 سال و 161 روز تیم ملی تو جام جهانی 45 ساله تو جام جهانی بازی کرد. جوانترین بازیکن مال کشور خدمت شما هست که ایرلند شمالی هستش. آقای نورمن وایتساید سال 1982 با 17 سال و 41 روز تونستن ایشون جوانترین در واقع بازیکنی بشن که تو جام جهانی بازی کرده. پس مصری پیرترین، ایشون جوانترین. نورمن وایتساید. بیایم سراغ کلین شیت. نگم. من میدونم. بگو شما سوال بپرس من بگم. خدمت شما شد که ما 2 نفر داریم رکورد کلین شیت دارن. یکیش انگلیسی آقای پیتر شیلتون میشناسی. دومیش کله تاسی داشت که اومدن ماچش هم کردن آقای فابیان بارتز. یادته این 2 تا 10 تا کلین شیت دارن. کسی که احتمال داره بتونه رکوردشون بزنه تیبو کورتوا. بله. متنفرم ازش. چرا؟ بابا تو رئال مادرید لامصب مثلا یه پای قهرمانی همیشه رئال مادرید در سال‌های اخیر این تیبو کورتوا بوده. دقیقاً. بعد توپ بگیره همه رو میگیره. بعد میگیره. 7 تا کلین شیت داره و تو 15 تا بازی امیدواره که بتونه کلین شیت کنه. آقای طارمی بزنی بهشون، بزنه بهش. سخت گل زدن بهش. ولی بزن ان شاءالله. میزنه. طارمی میزنه. آقا ما 4 تا بازیکن داشتیم دوره مقدماتی عالی عمل کردن، تونستن خوب باشن. کیلیان امباپه، در واقع محمد صلاح و جردن آیا عزوی و آقای طارمی خودمون که بیشترین اثر رو داشتن که طارمی 10 تا گل زد، 7 تا پاس گل داد. توی در واقع مقدماتی آسیا هم اگه بخوام بگیم قطر تو آسیا
معز علیشون 12 تا گل زد، اکرم عفیفشون 11 تا پاس گل داد. عین همین داستان رو توی اروپا داشتیم برای نروژ که ایرلینگ هالند 16 تا گل زد و اودگارد در واقع 7 تا پاس گل داد که بیشتری. این اکرم عفیف همون موقعشنگی که اونم تو مخه، اونم از اون بازیکن تو مخیاست. آره قبول دارم، کاملا با شما موافق هستم. یه ذره باید سرعت رو زیاد کنیم. آره دیگه، فکر کنم 1 ساعت و ربع شده. 1 ساعت و ربع. سعی می‌کنم سریعتر جذاباشو بگم. تو مربی‌ها ما 6 تا مربی از آرژانتین داریم که شما 3 تاش خیلی معروف میشناسی. اسکالونی، لیونل اسکالونی که مال آرژانتین هستش. پوچتینو رو میشناسی که در واقع تاتن پوچتینو که در واقع توی الان مربی تیم ملی آمریکاست. بیلسا. بله. مارسلو بیلسا. 3 تا دیگه هم هستن که خیلی معروف نیستن. حالا سپاسیان برچ کن دیگه. ولی مارسلو بیلسا یه جوری عملا دست دو مسیه دیگه، یعنی عملا وای میسه کنار میگه مسی تو کوچ کن. بیلسا خیلی بد اخلاقه. آره بیلسا. آره ولی خیلی ولی مربی تیم ملی آرژانتین بود، راست بود. آره مربی آرژانتین بود اصلا. آره اونجوری میشه لب زمین جا اینجوری میشه از زمین نگاه پایین نگاه میکرد. بفهم. 3 نفر داریم علیرضا در تاریخ جام جهانی که هم زمانی که بازیکن بودن در واقع قهرمان جام جهانی شدن، هم زمانی که مربی بودن. یکیش که معلومه کیه، یکیش که 100% شما میشناسی. امسال هم آخرین سالشه که مربی خواهد. بله آفرین. اول میخوام با اون دیدیه دوشان و این آپشن رو داره که 2 بار قهرمان جام جهانی. این دیگه میزنه بعد از همه میزنه بالا. ولی هم قهرمان شد 98 با تیم ملی فرانسه، هم 2018 با تیم ملی فرانسه به عنوان مربی. دومی من دستم اینجوری بستم چیزی خاطرت نمیاد، دستم شکسته دارم بازی میکنم. نه. آلمانیا 1974 با دست شکسته قهرمان جام جهانی شد. فرانس بکنبایر و سال 1990 با آلمان هم باز دوباره قهرمان جام جهانی شد. و جناب آقای ماریو زاگالو تستش قشنگ میشه نه؟ آره تستش قشنگ میشه. و ماریو زاگالو هم که اینا تونستن هم با بازیکن هم به عنوان در واقع مربی قهرمان جام جهانی بشن. خب اینا که گفتیم، کارلو آنجلوتی اولین مربی غیر برزیلی که هدایت تیم در واقع برزیل یا سلسالو گرفته و میره جلو کارو چیکار میکنه ان شاءالله. خدمت شما عرض بکنم که ما 1-2 تا مربی داریم که هم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شدن و آپشن اینو دارن که قهرمان جام جهانی بشن. کیان امسال؟ آقای توماس توخل برای انگلیس. آره و خدمت شما عرض کارلو آنجلوتی برزیل. این 2 نفر در واقع میتونن این کارو کنن. 2 نفر هم قبلا داشتیم که این اتفاق براشون افتاده، یعنی هم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شدن و هم قهرمان جام جهانی شدن. اینا کیا هستن؟ یکی جومای تراپاتو نه نیستش، ولی آفرین ایتالیا، مارچلو لیپی. همین گفتم یه ایتالیا. دقیقاً درست گفتی. و اون یکی هم میشناسی. این بد شد. رئال مادریدی بوده. شکم گنده. با اسپانیا قهرمان 2010 شد. و با مادرید هم قهرمان شده. خودشه فکر با این دلبوسکه اصلا استایش این شیوچونه و فک و مور اصلا یادم. اوکی آره این آقای کوروساوا که بگیم آقای کوروساوا، این کشور کوروساوا که داره میاد که گفتم بیشتر بازیکناش تو هلند بازی میکنن، مربیش هم هلندیه و پیرترین مربی جام جهانیه. آقای کی شما میشناسی؟ ادوکات. چند اسم رو بعد میگم. دیک ادوکات. دیک ادوکات میشناسی؟ اصلا قشنگ چهرهش دیک ادوکات. فکر کنم همونه که تو ولی توی آسیا هم فکر کنم مربی بود. بله و جام جهانی هم اومده 78 سالشه. آره این در واقع پیرترینه. جوان‌ترینم اگه اشتباه نکنم، حالا فکر کنم داشته باشیم بریم جلوتر، ولی اگه اشتباه نکنم مربی تیم آلمان باید باشه. کیه مربی آلمان؟ ناگلزمن. وای چقدر من اسمش رو بد میگم. ناگلزمن. آره اون مربی آلمان، اون مربی که کلی هم حاشیه داشت رفت بیرون. نه یه مربی دیگه داشتن. آره اسمش که دستش چیز بود دیگه. آره مال خیلی شامه دستیار. آره آفرین اینجوری بگم خیلی مؤدبانه قابل پخش. این آقای ادوکاتی که شما فرمودی، ادوکات حالا هر چی هستش، ایشون 3مین جام جهانیشه. مارسلو بیلسا با 3مین جام جهانیش، یعنی قبلا اگه خاطرت باشه 2002 ولی موقع مسی نبوده، با آرژانتین بوده. 2010 فکر کنم شاید توی چه دیگه مربیش بوده. 2010 با شیلی بوده و این 3میشه که داره با اوروگوئه میاد. دفعه پیشی به قهرمان شدن مربیشون کی بوده؟ آرژانتینیا. لیونل اسکالونی بوده ها. راست بچه با بیلسا قاطیش کرد. نه اسکالونی بوده. اسکالونی گرم کنم میپوشه فکر کنم. نه فکر کنم نمیدونم.
بیشترین کسی که مربی بوده تو جام جهانی کارلوس آلبرتو پریرا. آفرین. کارلوس آلبرتو پریرا که اون 6 دوره از سال 1994 هدایت تیم رو داشته. در واقع من چرا فکر می‌کردم ولی اینجا فکر می‌کردم چیز باید باشه، یعنی کارلوس کیروش 4 بار بوده. امسال هم هست کارلوس کیروش نه نیومد دیگه. داش میومد با آلمان که دیگه جور نشدی. این دست میزنه مثلا بدن درد میکنه واقعا. آقا بیشتر آب چیز بخوره املاح بدن تامین شه. 4 تا بکند به ما بزنی فردا. خدمت شما عرض کنم در این 22 دوره جام جهانی کلا 8 تا تیم قهرمان شدن. 5 بار برزیل، 73% که گفتی که بله، 4 بار آلمان، 4 بار ایتالیا، 3 بار آرژانتین، 2 بار فرانسه، یه 2 بار دیگه هم داریم. این سخت شد. 2 بار اوروگوئه، 1 بار اسپانیا، 1 بار انگلیس. این هم از کلا جذابیت این داستان. بقیه اون آمارا رو داده بودم. یه نکته جالب اینه که فرانسه تو 4 دوره که از 7 دوره قبلی از سال 1908 به این ور نگاه بکنی، از 7 دوره 4 دورش فینال اومده. چه خوب. خیلی یعنی این تیم سفته. آره دقیقاً. لیونل مسی که گفتم دیگه، بریم سراغ بهترین. البته پاسورا هم به نظرم گفتم 8 گل مسی و چیز دارن که این خودش رکورده، ولی جالبه بدونی که مسی الان یه جایی من اینو خوندم، حالا شاید اینجا باشه، 8 تا پاسشو به 8 آدم مختلف داده. به خیلی جذابه نه؟ خیلی به نظر من. آره. عجیبی. مارادونا هم 1986 از این 8 تا پاسی که داده 5 تاش در واقع تو جام 86 بوده. اینم که گفتیم. آرژانتین 6 بار تو پنالتی تو جام جهانی برده. چه سابقه خوبی داره، پنالتی زن خوبی هست. آفرین. آره. فرانسه هم اولین تیمی بوده که تو نیمه اول جام جهانی فکر کنم 2022 بود که حتی یک شوت هم به سمت دروازه نزد. لیونل مسی رکوردی داره که هیچ کس نداره. تو تمام مراحل گل زده. یعنی مرحله مقدماتی، 1/8، 1/4، سمی فاینال، فاینال، همه گل زده. این تنها رکوردی که ایشون داره و هیچ کسی دیگه. مقدماتی که یه گل نامردی اون آخر به ایران زد، خداوکیلی اونو نباید میزد. نه. تو یک دوره جام جهانی. تو یه دوره جام جهانی تو همش زده. یعنی آره اینجوری نگاه کنید. تو 22 به همه گل زد. یعنی تو مقدماتی به مکزیک زد، به لهستان زد، اومد 1/16 به استرالیا زد، اومد تو مرحله بعدی به هلند گل زد، بعد اومد به کرواسی گل زد و بعدم تو فینال گل زد. همین داشتم میرفتم. خب ادامه بده. خوبه زود تمام میشه. اگه 48 تیمه بود بعد میرفتیم بیرون. خدمت شما عرض کنم که مسی تو بازی فینال 2023 18 تا پاس کلیدی داده که از خط دفاعی عبور کرده. خیلی جذابه. خیلی واقعا پاسای تو در به قول معروف خیلی خوب میده. خیلی. من سریع فقط بگم کافو 4 بار، به کافوتون دوستان در واقع گفتم 4 بار بازی کرده، 3 تا فینال بازی کرده. 3 تا فینال بازی کرده. بک تو بک، پشت به پشت. خیلی 3 تا فینال پشت سر هم اومده. نه پس حتما 3 تا فینال مختلف بوده، ولی 4 تا بوده. ولی 5 تایی فکر می‌کنم 4-5 تا بازیکن داریم که 5 تا جام جهانی. یکیش دروازه‌بان مکزیک، اسمش الان یه لحظه از یادم رفت، همین لوتار ماتئوسه، ولی خب اگر این دوتا بیان دیگه میشه 6 بار و رکورد میشه. و یه چیز تندم میگم که به نظر من یکی از عوامل موفقیت آرژانتین در جام جهانی قبلی دروازه‌بان جذابشون بود. 100%. 1000%. یعنی از تیبو کورتوا گفتیم، دروازه مارتینز فکر کنم. بله. چی مارتینز که یه سیو خیلی خوبی هم کرده. وای اون سیو بی‌نظیر بود. که اصلا عجیب تک به تک تو اون دقیقه اونجوری با پا اگه شد بذاریم. میخوایم اینو زود بذاریم، شاید نذاریم، ولی بعداً خیلی جذاب. من بدون اغراق علیرضا اونو بگم 100 بار دیدم. اصلا بازی فینال خلاصه 100 بار دیدم. وقت زیاد نداریم علیرضا. اینجا یه سری آماراست که من سریع میگذرم. اسپانیا بیشترین شانس رو داره با 17% کامپیوتر پیش بینی کرده. بله اینو دیگه کامپیوتر پیش بینی ابر کامپیوتر مشهور سیناغا انجام داده. 17% با شانس قهرمانی. بعد از اون فرانسه است 14%. تو آمریکای جنوبی ها 8.7% آرژانتین در کل چهارم. انگلیس هم با 11.8% شانس قهرمانی داره. من سریع دیگه 8 نیاوردن پیش بینی کنه دیگه، رفتن با کامپیوتر صنعتیش کردن. نکات جالب و علیرضا سریع اگه ببینم چیزی اینجا هستش، آقای خاویر آگیره سومین باره که داره هدایت مکزیکو در واقع به عهده میگیره. پوچتینو داره اولین بار تو جام جهانی برای آمریکا مربیگری میکنه. ژاپن 54 تا گل تو مقدماتی زد.
تو کشورهای آسیایی کره جنوبی 12 بار حضور داشته که این رکورد هستش. خوان لوپتگی یاد میاد؟ خوان لوپتگی آره اون داره با مربی اسپانیایی دیگه با قطر میاد، اونم اولیشه. فابیو کارناورو که تو فینال 2006 قهرمان جهان شد مربی ازبکستانه، اینم شما در جریان باش. محمد صلاح 9 تا گل زد، 3 تا پاس گل داد تو مقدماتی، این بهترین کارو کرده. مراکش که رتبه 4م رو گرفت، بهترین تیم آفریقایی که تو این دوره سود حضور خواهد داشت. آرژانتین 19مین حضورش تو جام جهانیه که خودش باز به نظر من جذابه. میخوام سریع رد بشم، چیز خاصی اینجا نمیبینم. آلمان بهت گفتم، آلمان ناگلزمن 38 ساله جوانترین مربی هستش. الیگ هالند و سولوت عالی کار کردن تو پرس که 268 بار و 247 بار تونستن جلوی در واقع پرس بکنن دیگه. این حالا یه سری اطلاعاتی بود که این آخریات آماره بود که ابر کامپیوتره در آورده داده بود. ابر کامپیوتر یه ذره شاید سرعت رفت بالا، ولی این اطلاعات جذاب بود. اگر باز براتون خوب بود کامنت بذارین که باز بیشتر دیتیل باز بگیم. بریم سراغ غیر فوتبال. میگم نمیخوام بیشتر از 1 ساعت و نیم بشه چون واقعا الان داریم 1 ساعت. پس یه قلوب بزنیم بریم سراغ غیر فوتبال. آفرین آره. وسط بزنیم که شما انرژی بکن. نفس میگن 2 ثانیه بکش. چقدر آره جذاب بود، اصلا احساس کردم آروم شدم. 4 ثانیه فوت کن. بازدم آدم آروم میکنه. بعضا ما یه مدیتیشن هم به نظر بهش چی میگن؟ الان اصلا من آروم شدم. در مسابقات جهانی تکواندویی که امسال داشتیم چون خیلی با سرعت میرفتم. قشنگ رفتی ولی آره. ولی بیام سراغ تکواندو. یه اتفاق خیلی عجیب غریب افتاد. مسابقات تکواندو تو کنیا برگزار شد. انقدر مشکلات داشت از فیلم برداری، از این وی ای آری که نتونستن برگزار کنن و یکی از بچهای ما به خاطر همون باخت. 2 تا از بچهای ما یه برنز و 2 تا نقره و یه طلا گرفتن. علیرضا باورت میشه دزدیدن. طلا رو دزدیدن؟ مدال طلا و یکی از برنزای ما رو دزدیدن. و بعد اصلا خیلی عجیب غریبه. حالا دوره درخواست دادم بهشون بدم، ولی اصلا این دومین اتفاق بدتر از این افتاد. ورزشکار اردنی رو دزدیدن. ورزشکار رو دزدیدن. تمام اموال و چیزاش هم دزدیدن. و وقتی اینا رفتن پیش پلیس گفت به من پول بدین برم دنبالش. من نمیدونم کشوری که اینقدر ناامنه برای چی کنیا. این چه کاری آخه؟ نخوردنشون. مثلا لایو می اومدن گفتن خب یه 4 تا تکواندو رو بخوریم الان. بزنیم آره دیگه الان دیگه بزنیم بخوریم. کوبیده تکواندو. نکنیم این کارو. این بده. همین که بچه‌هامون سالم برمیگردن باید خدا رو شکر کنیم. یه خبر حاشیه‌ای برای شما دارم چون شما اصلا عشق حاشیه نباشه اصلا من نمیتونم نفس بکشم. من ترایف میکنم با حاشیه. بفرمایید. آقا شما در جریان هستین که سرکار خانم شکیرا با جناب آقای پیکه با هم دیگه زدن تو تیپات ها آفرین. و بعد داستانا اون آهنگ خون فلان کرد فلان. آقا دارن با هم آشتی میکنن. دوباره دارن با هم رابطه خیلی ولی رابطه خوب شده. تلفن‌ها با هم برقرار شده، صحبت شده به خاطر اسم میزنن به هم دیگه و دارن به هم دیگه برمیگردن و آره یه سیگنالی هم به میدیا داد گفت آره پسرام خیلی شکیرا گفت پسرام خیلی منظم و منضبط و پشت کارشون خوبه و به باباشون رفت. حالا باباشون تا دیروز فلان بود و اینجوری بود و اونجوری بود و دست به دارن با هم دیگه خوش و ما خدا رو شکر میکنیم. ما به عنوان پادکست حالا هیچ اسمی هم نداری، شما اینور رو به انتخاب کردی فعلا تا یه اسم خوبی پیدا کنیم. ما به عنوان پادکست اینور بسیار خوشحالیم. ما اینور نشستیم خوشحالیم که واقعا بنیان خانواده حفظ هم برگردن خوشحال باشن و حمایت میکنیم. ما کاملا. اگر آقای پیکه مشکلی داری بگو من برام صحبت کنم. تموم شد. و شما میتونین بریم با هر موقع خواستی با بانو شکیرا دعوا کنی، 1 نفس بازدم برای آرامش، 2 هر کار دیگه که خودت دوست داری. میتونی یکی از آهنگای بانو شکیرا رو گوش کنی. آهنگش البته خیلی آروم نیست ولی بله گوش کنید. بریم سراغ آخرین خبر، کشتی و خبر بسیار حاشیه‌ای حاشیه‌ای دیگه نیست. خبر بسیار عجیب غریب هم نمی‌دونم چی باید بگم. دیگه الان کلمات از ذهنم رفته. شاید بگم خبر بسیار عجیب نه مثلا جالب، هیجان انگیز، غیر مترقبه، خفن. آخه خفن تو مثلا خفن‌تر از اینکه خودت رفتی دو شک کشتی. آره. از اونم خفن‌تر. آقا اعلام کرد آقای امیر در واقع رضا معصومی اعلام کرد که دیگه ایران بازی نمیکنه. نه و دیگه میره برای تیم ملی آذربایجان کشتی میگیره. خبر بسیار بدی است برای ما. من واقعا ناراحتم. یعنی 3 سال وای میسته. گفت تا 2027 دیگه من کامل میرم. تصمیممو گرفتم تا سال 2027
وای میسه و 2027 مسابقات قهرمانی جهان رو میتونه با تیم آذربایجان زیر پرچم آذربایجان کشتی بگیره و 2028 هم اونجا. و خیلی هم گفت که حالا بعداً یه سری حرفایی هست که نمیتونم بزنم، ولی آره به قول معروف دیگه من تصمیمم گرفتم و بعداً میفهمی که چه مهره رو از دست دادیم. برای ما بسیار بده، چون این حریف تمرینی بسیار عالی بود، رقیب عالی، نگم حریف تمرینی. این باعث میشد که زاره کار کنه، پیشرفت بکنه. حالا واقعا باید فدراسیون به فکر این باشه یه رقیب خوب برای امیرحسین پیدا بکنه، ولی خیلی ناراحتیم رفت. ولی از یه طرف هم علیرضا آدم یه بارم با صحبتش کردیم، از شخصی بهش نگاه می‌کنی میگه آقا من میتونستم تو تمام این سال‌ها یه عالمه مدال بگیرم که نگرفتم. بله. مثال نمونهش کامران قاسمپور که پشت یک عجوبه به نام حسن یزدانی مون، هیچ وقت نتونست تو 86 بره، هرچند که رفت یه وز بالاتر مدال گرفت و این که دیگه نمیتونی بیاد پایین‌تر. نه نمیشه. رفت اون یه وز بالاتر، 2 تا مدال طلا گرفت، یه دونه برنز گرفت، 4 تا فکر کنم مدال داشته باشه حتی. ولی میخوام به شما بگم که نمیشه قضاوت کرد دیگه، ولی ایشون دیگه رفت و ببینیم ان شاءالله که خیره دیگه. ان شاءالله به هر حال یعنی تصویر شخصیشه و دیگه. آخرین خبر، باز خبر جذابی که وسط اوایل یه دونه گفتم، این خبری بودش که با اجازهتون آقای خب نمیدونم فکر کنم شاید تو قبلی گفتیم که حسن یزدانی با استقلال جویبار قرارداد 7 میلیارد تومانی بس گفتیم، الان دارم میگم یادم قرارداد بس و قرار بود بیاد و خدا رو شکر که نیومد، ولی قرار هفته دیگه مسابقات قهرمانی باشگاه‌های ایران تموم میشه. چیز انجام شد، خدمت شما هستم، فرنگی تموم شد و استقلال قهرمان شد اونجا تو فرنگی و آزادم رقیب اصلی بانک شهر و استقلال جویباره که حسن یزدانی در واقع اونجاست. واقعا امیدوارم کشتی نگیره، چون من خیلی نگرانم. بابک عزیز که میدونم این برنامه رو نگاه میکنه گفت اصلا برگشتش یه معجزه است. الان موقع برگشتن نیست، هنوز بهتره که داره نیاد، ولی به خاطر که این مدیر عامل استقلال بالاخره پول داده حتما فشار میاره که بازی کنه، امیدوارم کشتی نگیره. ولی جذابیت داستان بانک شهر برای اینکه عقب نمونه از استقلال جویبار، با وجودی که بازیکن خوبی داشت، رفته کی آورده؟ باورت نمیشه. خدا بیامرزش سایتیفو. رفت کی آورد؟ تانک روسا، عبدالرشید سعداللهیف. قرارداد با اون بستن و اون مراحل آخرشه، نهایی شد دیگه. فکر می‌کنم اگر سعداللهیف بیاد تو 97 فکر کنم با حسن یزدانی کشتی بگیره. این کشتی فینال جام جهانی، فینال المپیکه، فینال المپیکه. ولی خب مصدوم هستن، من دلم نمیخواد، واقعا دلم نمیخواد تشدید بشه، دلم میخواد که با بهبودی کامل بیاد. و رقمی هم که گرفته تقریبا میگن مثلا عموما روسا بین 5 تا 10 هزار دلار برای هر مسابقه میگیرن، ولی ایشون برای هر تقریبا 40,000 میگن 100,000 دلار قرارداد 2 تا مسابقه. 2 تا مسابقه 100,000 دلار؟ بله. علیرضا داری در رابطه با کسی صحبت می‌کنی؟ 6 تا مدال طلای جهان داره، یک نقره جهان داره، 2 تا مدال طلای المپیک داره. یعنی چی؟ یعنی یک اسطوره، یعنی یک بزرگ. معلومه با 100,000 تا نوش جونش همین بیاد. ببین استادیوم آزادی میترکه 12,000. من خدا شده هر جور میرفتم اصلا اینجا بلیط می‌گرفتم. اصلا تو ببین حسن یزدانی با سعداللهیف مثلا فینال رو ببینی تو استادیوم 12,000 خیلی استادیوم 12,000 یه والیبال توش دیدم، کلی حال کردم. بزرگترین یکی بهترین خاطر. غیر از اون رفتم با سیداکوف هم بستن. با سیداکوف هم میاد. یعنی ببین اصلا چه مسابقات جذاب و جالبی خواهد. و امیدوارم که همه دوستان از کشتی لذت ببرن، از فوتبال لذت ببرن. سعی کردیم سرعت رو ببریم بالا و کارو مثلا تندم بگم عالی، مثلا سریع بگم خبر سریع بنبل که همیشه آخرش بسکتبال میگم. عالی. همین اخیراً فکر کنم پیروز تورنتو رپتورز با لس آنجلس لیکرز یه مسابقاتی به اسم NBA کاپ، مسابقات لیگ NBA نیست ولی اسمش NBA کاپ، امارات NBA کاپ. یه بازی بود بین لس آنجلس لیکرز و شیکاگو بولز. اینجوری هم شیکاگو لس آنجلس لیکرز و تورنتو رپتورز تو تورنتو. به اون 3 ثانیه آخرش از همون 3 ثانیه‌های معروفه. اینطوری. بس خیلی زیباست. از خیلی اونایی که دقیقاً در 3 ثانیه آخر یه 3 امتیازی و خیلی جذاب. یعنی اونایی که مثلا چیزات کیبورد چرا لس آنجلس لیکرز متاسفانه توی تورنتو، یعنی ما کانادا، یعنی ما کانادا که نه ولی ما به هر حال اجازه نمیدیم کانادایی حساب میشیم. و تورنتو رپتورز هم خیلی بد بود پارسال، امسال خوب بود، عالی بازی کرد با لس آنجلس. البته دانچیچشون نبود ولی لبرون جیمز بود، بازی کردن، بازی عالی. دقیقاً اون از اون شوتایی بود که شوت زدن صف قرمز شد توپ رفت تو گل و خیلی ناراحت کننده. 120 هم چیزی بودن و 123 برد لس آنجلس لیکرز تورنتو رپتورز. این هم هست. بسیار بسیار ممنونیم. 1 ساعت و نیم در واقع پای این برنامه نشستین. امیدوارم که براتون جذاب و عالی بوده باشه. کامنت بذارید، لایک بزنید، سابسکرایب کنید.
به دوستاتون معرفی کنید، هر کاری از دستتون برمیاد بکنید. علیرضا جان گفتن ویدیو روشن کنید، برین به کاراتون برسید. آفرین. هر کاری. آره. هر کاری دوست دارید مثلا روشن کنید، هر کاری، فقط بره بالا. یه جوری یوتیوب ما رو دوست داشته باشه، هر کاری که میتونه از دستتون برمیاد، رشوه بدین، هر مشکل نداره، آزاد، همه چی آزاد. دم شما گرم علیرضا، خیلی عالی، دست معروف، قربان شما برم. مرسی، خدا نگهدار شما. خدا حافظ.